سلام علیکم دوستان برادران عزیز، خواهران، مادران، پدران مهربان. امیدوارم که همگی خوب و سلامت هستید. من امروز هم روز شنبه فرا رسید، ساعتی است که ما باید با شما در کمی صحبت داشته باشیم. با شما هستم سلیم سلطانزاده و این از کانال پیمان لایف مربوط به پیمان ملی تاجیکستان. امیدوارم که همگی خوب و سلامت و خانواده شما تیج و آرام هستید. موضوعی که امروز ما برای صحبت انتخاب کردیم این هم موضوعی که ما باید که در هفته های گذشته صحبت میکردیم، اما متاسفانه با اون قضیه که در مسکو رخ داد ما این موضوع رو به دیگر روز گذاشته بودیم و نصیبش امروز بود است. موضوع فشار بالای خانواده های مخالفین تاجیک، فشار بالای نزدیکانی که بر مقابل حکومت رحمان فعالیت سیاسی دارند و عموما فشار بالای مردم تاجیکستان از جانب حکومت که یعنی چی میخواهد حکومت با این فشارها و چی نیت دارد و میخواهد چی نتیجه به دست آورد. مرحمت همه شما رو دعوت میکنم برای فعالان شرکت کردن در برنامه امروزی ما، آبونه شدن، نوشتن شرح و نظرهای خود، گذاشتن پسندهای خود رو فعال باشد، چون که هر یک این عمل شما برای ما امکانیت میدهد که ما رو بیشتر نفرات تماشا کنند. البته خیلی که در گذشته گفته بودیم از گذاشتن لایک و مثال شرح نوشتن، البته شرح نوشتن شما برای ما خیلی مهم است، چون که ما نظر شما رو میخوانیم، از نظر شما آگاه میشیم، اما گذاشتن لایک شما این کمک میکنه تا برنامه رو یک نفر دیگر هم تماشا کنه. یعنی همین الگوریتم خودی برنامه یوتیوب چنین است که هر نفری که هر قدر که بسیارتر لایک شد و تماشابین شد و شرح شد، او رو بسیارتر و بیشتر به افرادی که در خود یوتیوب تماشا میکنند خواهش شاید دیگر چیزا رو تماشا کنند برای آنها پیشکش میکنند.
و از همین فرصت استفاده برده با همه شما میخواهم دعوت کنم که در عموما در کانال هایی که مربوط به پیمان ملی تاجیکستان است، یعنی با نام پیمان لایف، در اینستاگرام است، در تلگرام است، در تیک تاک هست، در فیسبوک هست، ابونه شدن را فراموش نکنید، فعال باشید و امیدوارم که ما موضوعی که خیلی مهم است آن را یک جای مطرح دیده میگذاریم، مطرح میکنیم و افرادی که مربوط به همین موضوع هستند، متخصصای ساحه هستند، آنها رو کوشش میکنیم دعوت میکنیم. فرق ندارد آنها از راهبریت پیمان هستند، از آیین قطاری پیمان ملی تاجیکستان هستند یا اون افرادی که بیرون از پیمان ملی تاجیکستان هستند، منبر ما برای همه باز است. ما نگفته نماند که برنامه ما میشود با زبان تاجیکی، آنچه که فارسی صحبت میکنیم میشود باز با زبان روسی هم بعضی برنامه ها رو تشکیل میکنیم، کارشناس ها رو دعوت میکنیم که تا با زبان روسی نیز صحبت شود. خیلی که در گذشته با دو حامی حقوقی با روس‌زبان بودن با آنها برنامه تشکیل کرده بودیم. همین از دوستان آن موضوعی که میخواستم امروز با شما در میان گذاریم، یعنی فشار بالای خانواده های مخالفان حکومت تاجیکستان. حالا اینجا ما باید همین جمله را بار شرح دهیم. مخالفان یعنی هر نفری که خود را مخالف حکومت میدوند، فرضاً من از خودم مثال میارم، من مخالف حکومت جمهوری تاجیکستان هستم، یعنی مخالف حکومت امام علی رحمان هستم، نه حکومت، نه مخالف تاجیکستان یعنی همچون دولت، همچون کشور، و نه مخالف مردم تاجیکستان. یعنی من از یکی از شهروندان تاجیکستان، از بدنی همین ملت و شهروند تاجیکستان و انتقاد میکنم، یعنی مخالف هستم با سیاستی که حکومت رحمانوف راه اندازی کرده است. از همین سبب من خود را میگویم مخالف تاجیک یا که مخالف حکومت امام علی رحمان. ما دوستان و برادران، پدران، مادران عزیز، ما مخالف تاجیکستان نیستیم. ما اگر تنقید هم کنیم، سیاست های امام علی رحمان رو تنقید میکنیم، نه دولت ما رو، چون که تاجیکستان وطن عزیز ما است، دولت ما است، کشور ما است و این همه سعی و حرکت های ما برای برطرف کردن مشکلات که در تاجیکستان هست و برگشتن سربلندانه به کشور ما و صاحب کردن آن. و به این چیز ما اعتماد داریم، ما خودم باور دارم، ایمان دارم و امید هم دارم که خداوند به ما همون روز رو میسر میگرداند که به تاجیکستان برمیگردیم و تاجیکستان را صاحب میکنیم. پیمان ملی تاجیکستان هم مثل دیگر حزب و حرکت ها یک ائتلاف سیاسی است و هر یک ائتلاف سیاسی مقصد دارد. چی مقصد؟ یعنی رسیدن به حکومت، رسیدن به سر قدرت تا هدف های خودش را راه اندازی کند. و از این جمله یکی از هدف های اولی که ما داریم، این بالاترین ارزش در نزد حکومت و در نزد دولت این انسان است. یعنی انسان باید بالاترین ارزش را داشته باشد. وقتی که حالا همین در ساختارهای حکومت را میبینیم، در حکومت ساختاری هست با نام کمیته دولتی امنیت ملی، یعنی امنیت ملی گفته شده است. یعنی دولت یک کمیته یک ساختار سازمان داده است که باید که امنیت ملی را تامین کند. وابسته به همین مسئله باید که فعالیت داشته باشد. اما ما در واقعیت چی را میبینیم؟ در واقعیت آن را میبینیم که یک کمیته دولتی امنیت خانواده امام علی رحمان شده است و این چیزی پنهانی نیست. این را تمام مردم تاجیکستان میداند که یعنی اگر با امنیت خانواده یگان شهروند تاجیکستان ضد امنیت خانواده حرف گفته باشد، او را عیناً همین کمیته، یعنی کمیته امنیت ملی بازداشت میکند یا بازپرسی میکند، خلاص با بلای بد گرفتار میکند. اما این چیز دیر نمیپاید. یگان حکومتی که با زور ظلم و استبداد با خودکامگی و روز میگذران دیر نپاید. یک تاش همین حکومت شوروی، اگرچه بالای مردم کمی هم عدل داشت، اما در عموم دولت بالای مردم خودکامه بود، یعنی دیکتاتور بود. دیکتاتوری بولشویکی میگن یا دیکتاتوری کمونیستی، دیکتاتوری شوروی.
و در آخر پارچه پارچه یک دولتی که میتوان گفت دولت رقم یک با تمام ارتشش، با تمام همون امنیتش و کگب و MVD و دیگر در یک مهلت کوتاه از بین رفت. به خاطر چی؟ چون که او بالای مردم فقط دیکتات میکرد، فشار می آورد. فقط مردم باید که گفته های دولت را میکرد. اما در واقعیت چی گونه باید شد؟ در واقعیت این باشد که حکومت گفته های مردم را کنند. مردم باید اساس هر یک دولت و حکومت باشد، اساس هر یک نظام باشد. برای همین میگم که نظام مردم سالاری، یعنی مردم است که راه باید، نه اون که مثل فرضاً عائله سالاری باشد، عائله شمول باشد. حکومت و دولت، راهبر دولت پدر، پسرش رئیس مجلس، دخترش رئیس دستگاه و چنین غیره و هاکذا. این چیز خنده‌آور است. این چیز برای یک انسان تحقیر است. و یک انسان که خود را آزاده می‌حسابد، این نمود دولتداری تحقیر است. اکنون وقتی که ما ضد همین خیلی حکومت که هم قانونا نادرست است، هم از روی قانون‌های بین المللی و هم از روی قانون‌های داخلی تو اسلام، هم از روی ارزش‌های انسانی نادرست است یک حکومت خانوادگی، ما بر ضد این صدا بلند میکنیم و در نتیجه حکومت چیکار میکنه؟ وقتی که به ما دستش نرسید میرد سراغ خانواده ما، پدر و مادر ما، خواهران ما، برادران ما، حتی تا کودکا میرن آنها رو دستگیر میکنن، همچون یک گروگان زلاژنیک استفاده میبرن. میگویند اگر تو فعالیت سیاسیت را بست نکنی، روز برادرت را سیاه میکنیم، حیات او را به دوزخ تبدیل میدیم. این است اصلی حکومت امروزی تاجیکستان، رفتار مقامات تاجیکستان همین است. پس در این حالت ما چیکار باید کنیم؟ ما که شکر خدا در دست عراق نگرفتیم، تا امروز یگان جا مثال ویرانکاری نکردیم. ما فقط با قلم و با زبان میخواهیم که دولت اصلاح شود. وقتی که اصلاح نشد، سرقانون برای ما حق داده است، سرقانون و قانون‌های بین المللی برای ما حق داده است. اگر حکومتی که اصلاح نمیشد او رو چیکار کنیم؟ عوض کنیم. و این برای این ما حق داریم. و با کدام راه؟ با راه‌هایی که جامعه جهانی اعتراف کرده است. یکی از راه‌ها همین قلم و زبان است و وقتی که نشد بعد میرد سراغ میدانداری و قیام. مرحمت، ما با حرف و سخن حرف میزنیم. اگر ما کمبودی حکومت رو گفتیم، مرحمت حکومت دارا یا اصلاح کنن یا به مردم نشان دهند که نه، این حرف مخالفان نادرست است، این حرف نادرست است چون که ما کار کرده ایستادیم. مرحمت، دیگر از عصر 18 و 19 نیست که مردم دیگر به اطلاعات زندگی کنند. حکومت در دست تلویزیون دارد، اینترنت دارد و دیگر وسایل اخباری عامه دارد، میتواند از فعالیتش به مردم گزارش دهد و مردم درک کنند که من مخالفان خطا کردم. وقتی که حکومت کار کند واقعا به منفعت دولت و ملت و برای منفعت خلق، خودش مخالف حرف دیگر گفتن فایده نمیکنه. وقتی که در تاجیکستان مردم زندگیش خوب میشد، برقش میشد، گرمش میشد، معاشش میشد، جای کارش میشد، سرسان و سرگردان تاجیکستانی‌ها در روسیه و ترکیه و دیگر جا نمیگردن. ما کی چرا تنقید کنیم؟ ما کدام کم بودی حکومت رو گفته میتونیم؟ هیچ کدامش. در این وقت چی میشد؟ مردم میبیایند به سراغ خودی دولت، یعنی از دولت و از حکومت طرفداری میکنن. وقتی که حکومت و دولت، حکومت امروزی، حکومت امام الرحمن برای منفعت مردم کار نمیکند، برعکس برای منفعت خانواده امام الرحمن کار میکند، پس ما میبخشیم زبان ما دراز است. ما میگوییم منی خنایف کمبودی ها هستن یا نه. مردم حاضر در انتظار هستند که برق حاضر میمورد یا بعد از 15 منوت. میفهمید؟ آب رو پگه از کجا پیدا کنیم؟ فرضاً دهقانا دیگر وقتی کشت کار نزدیک است در غم پیدا کردن مثال نیروهای مینرلی و تخم و دیگر برای دهقانی کردن. سوداگر در فکر هست که دیگر انداز رو چخیل کند و خلاص از دست این دیگر ریت ها چخیل خلاص شود.
یا بارش را از باجخانه چخل وارد کند. خلاص همین خلال ما همین کمبودی حکومت را میگیم و حکومت میره سراغ خانواده ما. این عملی حکومت تاجیکستان، این هم عملی مقامات تاجیکستان عملی هست که فاشیستی است. در زمان جنگ دوم جهان در گذشته بود، ما هم آخرش میبریم. فرضاً یک نفر از پارتیزان در فیلم ها دیدیم، ما با همون زبانی که با مردم فهمه است میفهمونم. فرضاً یک پارتیزان در اونجا پیدا میشود و فاشیست‌ها چیکار میکردن؟ یک دهه مردمش رو جمع میکردن، میگفتن که یا هم پارتیزان رو میبرید ما، یا مثال از بین شما 50 نفر ما مثال 5 نفر یا 10 نفر رو دور میآوریم. همین خیلی میشو، همین خیلی میشه دست جمعانه جزا میدادن و گفته خودشان ادین تق گفته همه فیلم ها رو میگفت، یعنی برای یک نفر 10 کس رو میبردن جزا میدادن. این کاری فاشیستی است. ولی برای فعالیت یک مخالف میبرید خانواده او رو محکم میکنید. حالا ما اینجا در استودیو اگر خواهش میکنم از کارمندان استودیو دیگر دوستان و برادران، کسی که هست از خارج شدن میخواد تا امکاناتش از وارد کنید. برنامه آزاد است، هر کس حرف دلش رو گوید. بیرون از مردم پیمان دیگر مردمانی که تماشابینان وارد شدن خواهند مرحمت، هر کس وارد شود فکر و نظرش رو گوید بی تحقیر، بی دشنام، بی یگان حرفای قبیح، با حرمت یکدیگر حل مسئله را باید پیدا کنیم. یعنی حکومت چی میخواد؟ حکومت میخواد که ما خاموش باشیم. ما خاموش نمیشم. من در گذشته در یک نواری که در فیسبوک گذاشته بودم گفتم وقتی که مقامات امنیتی ناحیه ظفرآباد فرزند 2 برادری مرا دستگیر کردن، یعنی دستگیر نه، یعنی گروگان گرفتن با آنها، و یعنی برادر من با من زنگ زده گفتن که سلیم همین کارات رو بس کن، ما دیگر از همین آزار رو که بیزار شدیم، دیگر بس کن همین کارات. پاسخ من با اون دادران میخواد من شما رو درک میکنم، میفهمم که شما در کدام حال قرار دارید، گروگانید، زلاجنیک است. اما غیر از شما 2 نفر، شما 2 نفرید، 2 برادر من هستید، 2 برادرم هستید. اما غیر از شما 2 نفر دیگر من 10 میلیون هموطن دارم. 10 میلیون من باید اونها را فکر کنم. طبیعت ما همین است. یعنی مخالفان در چنین حالت قرار دارن، برای همین به میدان برآمدن. حالا اینجا برادران دوستان وارد میشوند، همه آنها در چنین حالت قرار دارند. نزدیکان آنها در زیر ظلم مقامات قرار دارند، پدرهاشان، مادرهاشان، خانواده‌هاشان. حتی در برادر ما خبر دارید الهام جان یعقوبوف رو دارایی‌هاش رو کشیده گرفتن. غیر از این پیش از این دیگر مثال از راهبریت پیمان رو دارایی‌هاش گرفتن، غیر از اون که نزدیکانشان رو بالاش فشار میارن. اما پاسخ الهام و یعقوبوف چی بود؟ پاسخ پدرشان حاجی دادا جان یعقوبوف چی بود؟ پاسخشان این بود که ما در این راه دوام میتیم. اون مال ملک که شما گویا که با یگان مصادره کرده، این پیش راه ما نمیگیرد. ما اگر برای مال و ملک به سر میدان برآمده میشدیم، ما در همون تاجیکستان مال و ملک رو میگرفتیم، از دولت یگان چی میگود یگان زمین است، یگان خوبی است میگرفتیم، با همه خاطر ما جمع میگشتیم. ما برای نفس خود میدان نبرآمدیم، ما برای ملت، برای مردم، برای تاجیکستان میدان برآمدیم. بیایید اکای محمد خوش آمدید. من یک اکای مهربانی ما میسر در همین راه سفید شده. انا یک دیگر برادر ما داملا اسلامی دین. این نفرها دیگر همون جانبرکف میگوید که همین جانبرکف یعنی تمام دارایی، تمام داشتهش را قربان کرده در راه مبارزه. مرحمت. شما ایتان برادر عزیز، صدای من هست؟ سلامت باشه. بله. از روی اکیم و داملا اسلامی دین میدونم مسئولیت شما بالاتر است، دیگه از روی سفیدی میسر سر میکنید. بسیار خوب. اکای محمدی خوش آمدید. کدام موضوع فشار بالای خانواده های مخالفه، یعنی موضوع بالای فشار بالای شما. مرحمت. هر چی که در دلتون گپ هست، هر چی که گفتن میخواهید، چی که در دلتون گرفته گشتید، مرحمت. برای مردم، یعنی ما رو تماشاگوی مردم تماشا دارن. دوستان از فرصت استفاده برده میگویم در گذاشتن لایک و بازنشر کردن، پدریسی کردن کوتاهی نکنید. بسم الله.
سلام علیکم اکای سلیم و جان، خوب علیکم هستی؟ السلام. بیدکا مرحمت. سلام و درود و شما و به بینندگان شما. اصلا من شکر میکنم که بالای خانواده ما فشار میارن. هر وقتی که حکومت بالای خانواده ما فشار بیارد اونا با من در تماس میشوند و از احوال اونا باخبر میشم. طول 8 سال میشود که اصلا یگان خش تبار یگان برادرها با من هم صحبت نمیشوند مستقیما، یا بپرسند چه احوال دارید، چی زندگی دارید، فرزندا چه خیلی است. هر وقتی که یگان فعالیت های ما به حکومت امروزه نفارد، اگر اونا دیگر برادرها و نزدیکای ما را دعوت میکنند، از به اونا دستور میتن که گپ زنید با برادرتون که تا دیگر این فعالیت هایی که میکنند در خارج فعالیتاشون را بس کنند و بر ضد حکومت این منصبدارا یگان صحبتی نکنند، بر ضد بر مقابل پرزیدنت یا که خانواده اون یا که کلی منصبدارانی که از در تاجیکستان بر مقابل اینا یگان صحبت ها نکنند. اکای محمدی، برای بهتر شناختن مردم خود را معرفی میکردید که شما ساکن کدام منطقه هستید؟ من محمدی تشیف هستم، ساکن ناحیه واسه، استقامت کننده ناحیه رودکی، سابق لنسکی رایون، جماعت شهرک میرزا ترسونزاده. و فعالیت های سیاسی من در تاجیکستان رئیس بخش ناحیه رودکی بود، رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی. بله. یعنی تماشاگران محترم بینید، این برادر از واسه است، من از زفرآباد هستم، یک نفر دیگر از دیگر منطقه است. یعنی این فشار بالای همه، یعنی این از یک طرف دیگر همین نشان میده که در مخالفان، در درون مخالفان از تمام منطقه ها مردم هست. این نه که مثال یک منطقه بالای تمام تاجیکستان ظلم دارد، نه. مرحمت دوام پیدا. راستی اکای سلیم جان، هر وقتی که ما فعالیت شروع کنیم یگان سفری داشته باشد رحمان به خارج، دیگر اونا دعوت میکنن برادرای ما را، دیگر من حس میکنم که وقتی که اونا دعوت میکنن بعد به من تماس میگیرن. بله. زنگ بزنید. حتی من حس میکنم که اون برادر ما در اون کابینت امنیت هست یا در نزد اون منصبدارا است، پلیس است، امنیت است. دیگر حتی صداشون میآید که دستور میدن که مقصد چه خیلی گپ زد، چه خیلی گپ نزن. معلوم است دیگر از صحبت های اونا اساسا امنیتی ها دعوت میکنن یا کارمندان وزارت داخله؟ نه، دیگر اونا با او برادر من نمیگن، برادرای من نمیگن. اصلا یک برادرم در شهر است، نمیگه که مرا اونا دعوت کردن، اون میگه که خواهش میکنم بس کنید این کارو را، بگردید با وطن، پرزیدنت عفو میکند. این گپایی است که من دیگر در درون همونا کلان شدگی هستم. من طولی 10 سال 11 سال با همونا بودم، در فعالیت های سیاسی میکردم، دعوت میکردن، تمام فشارها در تاجیکستان می آوردن که من در پیش اونا بودم. من از فعالیت های خود دست نمیکشیدم. ببینید که من تقریبا 5-6 هزار کیلومتر دور هستم، نه از فعالیت خود دست میکشم. ما با اونا میگفتم میدونم که در نزد برادرم هستن همونا، یا برادر من در همون امنیت هست، من میگم که همونا مرچ هم با من صحبت کنن، یک بار صحبت کنن. آخر تمام فشار، تمام مصیبت بالای ملت اینا میارن، تمام مشکلی. ببین که رمضان است، در روز رمضان مردم روزدار را دعوت میکنن، میگه که زنگ بزنید با برادر با خویشاونداتون که تا که رحمان به خارج میرود، به اروپا میرود، اونا به مثل که یک دفعه اومد ابدن مردم پیشواز گرفتن با تخم، همین خیلی نکنن. راستی دیگر من در جواب گفتم که اصلا من این دفعه بیاید دیگر از اون بدتر پیشواز میگیریم، از اون با خوبتر
خیلی با یک تحفه خوب اونا پیشواز میگیریم. بهترین این خدا خواهد. نمیشود که شما را دعوت کنند فشار بیارند ما از این فعالیتمون دست بکشیم. هر چقدر که شما فشار بیارید برای برادرها دوستای ما، هم قدر دیگر روحیه ما بلند میشود، هم قدر دیگر فعالیت ما خوبتر میشود. واقعا دیگر این همین است. ببینید که در تاجیکستان اونا خودشون میدونن که چقدر بالای ما ظلم کردن، تجارت ما گرفتن، از وطن به وطن کردن. حتی من در خارج بودم، دادگاه اروپایی اونا را شرمنده کرد که من در اینترپول داده بودن که گویا من در حادثه که گویا کودتای حاجی علی ما اشتراک داشتم، که اینجا دیگر دلیل بود که ما اگر محمدی حال این موضوع برمیگردیم. بخشش عذر حاضر دولت اسلامی دینم قبول کنیم. این شما همیشه باشه حال این موضوع برمیگردیم که این بوچی گمو ادورو بوچی تهمتو بالای ما می آوردن. حالا دولت اسلامی دین خوش آمدید. این برادر ما را خیلی تماشاگران ما خوب میشناسن. اسلام جان سید فضل راهبر دستگاه اجرای پیمان ملی تاجیکستان و مرحمت داملا موندگیش باقیش خودتون شرطید. فقط یک چیز اینجا گفته هستم که داملا از روی مطلبایی که در فیسبوک خواندم همین شب و روزها مقامات تاجیکستان پدر و مادر پیر شما را دعوت کرده که آزاد دادند. خداوند با آنها هرچی زودتر آزادی و سبوکی را عطا کند در این ماه شریف رمضان. باور کنید این مقامات کاری که میکنن نه پیر میدونن، نه موسفید میدونن، نه جوان میدونن. حیران میشی با اینا چی گونه حرف زنی. مرحمت داملا. با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما و بر هموطنان گرامی. بله، این چند روز پیش فکر کنم یک هفته میشه که این کار صورت گرفته است، ولی از آنجا که ما متاسفانه تماس مستقیم با خانواده نداریم، با نزدیکان نداریم، از همین جهت خبرها کمی دیرتر به ما میرسند و این بار فکر کنم خیلی وقتی دعوت کردن خیلی بالای پدر ما فشاری به حد آوردن. چون چند سال است پدرتان؟ چند سال هستن؟ حدود بالا هست، یعنی 73 ساله هست. این سفر خیلی فشار آوردن بالای پدر ما که بعدی برگشتن حتی بیمار و از سال 2016 این کار دوام دارد. از سال 2016 بعد شرکت ما در کنفرانس اوبیسی در ورشوا این فشارها بالای خانواده ما شروع شده و تا حال هم ادامه دارد. یعنی هر باری که ما یک فعالیت انجام میدهیم، حتی بر اساس خبرها، حتی اون کامنت هایی که ما در زیر پست ها می نویسیم یا اینکه پست هایی که در فیسبوک میگذاریم، اونها را هم برای پدر ما نشان میدن، در حالی که پدر ما هیچ از این چیزها صرف هم نمیرود، نه از شبکه‌های اجتماعی نه از اینترنت. ولی هر باره که فعالیت ما کمی بیشتر شود، اونها میرن به سراغ پدر من، بیشتر پدر من، خانواده من بیشتر پدر و مادرم رو فشار میارن و من هم بارها برای اونها گفتم که این کار شما هیچ نتیجه نمیدهد. چون وقتی که ما این راه انتخاب کردیم، یعنی در این راه برآمدن، میدونستیم که این مصیبت ها بالای ما میاد و این مشکلات هست و ما به خاطر عدالت، به خاطر آزادی ملت، به خاطر حقوق و آزادی های مردم مبارزه میبریم، تلاش میکنیم. اگر کمتر بلندتر گپ زنید جمله. در ملت یک گروه از مردم آماده چنین قربانی ها نباشد، اون ملت دیگر از اون ملت چی میمونه؟ این است که ما این راه انتخاب کردیم و تا آخر خواهیم رفت و حتی وقتی که فشار بالای خانواده های ما میآید، زیاد میشود و خبر میشویم که اونها را بردن به شعبه کارهای داخلی، به امنیت و پروکرور دعوت میکنند و من واقعا خجالت زده میشم از اینکه اینقدر، یعنی با وجود این همه تلاش کمی که در این راه داریم، مثلا خانواده ما زیر فشار قرار دارن. که کاش که ما 10 برابر این رو فعالیت میکردیم و کاش که ما یعنی که بیشتر از این تلاش میکردیم تا اینکه هر چه زودتر ما بتوانیم به آزادی برسیم. من در اینجا خطاب دارم به مقامات حفظ حقوقی که در ناحیه نورآباد هستند
که بعد این حادثه شکر خدا که نفرانی هستند در مقامات که حالا هم یعنی وجدان اونها رو عذاب میتد و این نفران رو با نام و نسب برای ما فرستادن که اینها نفرانی هستند که در اینجا این نهادها رو رهبری دارن. متاسفانه در شبکه‌ها اونها رو پیدا کرده نمیشه، چون همه ما میدونیم سایت های حکومت تاجیکستان چگونه است، ولی خوشبختانه فرستادن نام و نسب اونها رو که اینها هستند که در اینجا بیدادگری میکنن. در این ماه رمضان دعوت کردن یک موسفید 73 ساله و اون هم اینقدر فشار آوردن، با وجود اینکه من در شبکه‌های اجتماعی هستم و دسترسی با من هیچ مشکلی نیست برای اونها و میتوانم مشکلاتشون رو با ما مطرح کنم و در مدت 8 سال باری هم با من تماس نگرفتن و باری هم با من این مشکلات رو مطرح نکردن، چون میدونند واقعا درک کردن که در یک ناحق هستن و اونها دارن از یک حکومت خودکامه دفاع میکنن و غلام یک حکومت یک اوهیله هستن. همین جاست که در صحبت کردن با ما که کم میارن دیگر میرم از سراغ پیوندان ما. من خطابم به این 4 نهادی که در ناحیه نورآباد هست و رهبران اونها، مثلا پروکورور ناحیه که جورازاده زایر هست، من خطاب من به این نفر است، جورازاده زایر، و رئیس شعبه کارهای داخله در ناحیه سعیدزاده کامی و رئیس امنیت در ناحیه کمالالدین خال محمد و باز رئیس ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل که در این ناحیه فعالیت میکند حفیظزاده کمالالدین. یعنی این 4 نفری هستند که در ناحیه نورآباد به این جنایت‌ها دست میزنند و حتما ما بالای تک تک این نفرها هم در اینجا کار خواهیم کرد و چون نهادهای مختلف هستند که این کارها را انجام میدهند و بالای پیوندان ما فشار میارن و نمیدونم از این کار چی هدف دارن، چی به دست میارن. بارها این کار را انجام دادید، کار کردید و دیدید که هیچ نتیجه به دست نمیاره، چون این راه مبارزه واقعا راهی پرشرف هست و با هر باره که شما بالای پیوندان ما فشار میارید اونها هم دیگر انسان هستن، برای اونها رو مشکل است، ولی دانسته باشید که این راه این چیزها را دارد، این قربانی ها را دارد، این مشکلات را دارد. این راه پیامبران هست، راه مصلحین هست، راه نفرانی هست که برای آزادی و عدالت و سرفرازی ملت ها مردمشون مبارزه بردن و دانسته باشید که از این پس حتما تلاش ما، مبارزه ما بیشتر می شود و شما فکر نکنید که ما از این تهدیدهای شما یا که از این عملهای جنایتکارانه شما ما مایوس میشیم، ما ناامید میشیم و ما از این کار دست میکشیم. و همین خاطر بهتر است که شما اون وظیفه‌ای که داره در نزد خود اون رو انجام بدهید، حتی مثل که این نفران، این کارکنانی که مسئولین مقامات حفظ حقوق نمیدونند که چی کار میکنند. وظیفه شما حفاظت شهروندان هست، تامین امنیت و آسودگی مردم است، نه اینکه بیاید مثلا بیاید شما مردم رو فشار بیارید مثلا اینها رول گستاپو رو اجرا میکنن. بله اینها در زمان هیتلر اینقدر خودشون را خار کردن، اینقدر در درجه دادن که یک نفرانی که هیچ جنایتی از ما سر نزده است، یک شهروندان عادیه که یعنی دنبال زندگی خود هستند، با وجود این همه مشکلات اقتصادی و مشکلاتی که در کشور هست اونها در این وضعیت قرار دارن، با این وجود باز هم بالای سر اونها فشار میارن. اگر شما واقعا میخواهید که در مقابل شما کسی حرف نزنه، در مقابل شما کسی چیزی نگوید، شما رو انتقاد نکنه، شما بهتر بیاید زندگی مردم رو خوب کنید. از اون فرعونی که شما از اون دفاع میکنید، از اون خودکامه‌ای که از اون دفاع میکنید، بیاید به جای اینکه در فکر عائله و خانواده خودش باشد، در فکر غارت و دزدی پول مردم باشد، در فکر غصب مالکیت مردم باشد، بیاد زندگی مردم رو خوب کنه، بیاد برای مردم خوب. دوملا عذر گفتم میبرم، اگر آنها مشخص میگویند که یعنی آنها چی میخواهند، مقامات از شما چی میخواهند، عیناً
کاری که میخواستگیشون چی است؟ ولی خوب میشد که اینها مستقیم که ما در تماس میشنیم با اینها میتونستیم که اونها چی میخواهند. ولی از اونجا که من گفتم از اونجا که مستقیم در تماس نیستیم این خبرها بعد چند هفته بعد چند روز از دیگر کانال ها با ما میرسند و همین خاطر همین قدر گفته می شود که خب دعوت کردن و به خاطر شما دعوت کردن و این حرف را گفتن. حتی این قدر بالای مردم اون دهه ما واقعا قریب نزدیک 100 خانواده زیاد هست، بالای همه اونها فشار هست، نه تنها بالای خانواده ما. حتی نفر از این دهه جرئت نمیکنه که با ما در تماس شود. یعنی سالهای قبل قریب هر هفته در اونجا مجلس با نفر صحبت داشتم میگفت که حتی یک خود ناظر منطقوی وقتی که در راه با جوانان برخورد میکنه تلفن شخصی دستی همه اونها رو تفتیش میکنه. یعنی واسه تا این درجه ویزیب هست. یعنی یک ناظر منطقوی چی حق دارد که بیاید از مردم تلفن‌های شخصی مردم رو تفتیش کند و با این واسطه اونها رو زیر فشار قرار بدهد، از اونها مبلغ بستاند. یعنی تمام مردم در این وضعیتی بد قرار دارند. از وقتی که حتی یعنی با هر بهانه با هر وسیله مردم رو زیر فشار قرار میدهند. یعنی کارهای انجام میدهند که خیلی جنایت است. واقعا میتوان گفت که یک جنایت از جانب حکومت است. حالا مثال نفر رفت در مسکو آدمکشی کرد، گفتیم ترور یک گروه دهشت افکن، اما اون دهشت افکنی عیناً همون دهشت افکنی است این در تاجیکستان شده ایستاده بالای خانواده مخالفین. این رو دیگر نام ندارد غیر از اینکه ترور دولتی. این دیگر نام ندارد. این همون ترور دولتی است. آقای محمدی ما کجا رفتم؟ جون حالا برادر سلیم جون کارهایی که این نفرانی که من 4 نفر نام گرفتم که در ناحیه نورآباد و کاری مشغول هستند، اینها خیلی دلیل ها و سند ها در اختیار ما هست که این نفرانی که در اونجا مسئولیت میگیرن از پروکرور شروع کرده تا رئیس امنیت وزارت کارهای داخله این ریاست مبارزه با ضد جنایت متشکل، اینها چی جنایتی در اونجا انجام میدن و در اختیار ما هست. اما ما نمیخواهیم که اینها رو با این شکل مثلا رسوا کنیم. ما فکر میکردیم که اینها روزی میشود که مثلا از این جنایت ها دست میکشند و اینها اصلاح شدنی نیستن. اینها متاسفانه اینها اصلاح شدنی نیستن. اینها دیگر خودشان رو با همین امام علی رحمان در یک سفینه میبینن. بله اینها فهمیده میشود که واقعا تمام یعنی انسانیت خود رو از دست دادن و دیگر از این پس وقتی که این کارها تکرار شدن میگیرن ما هم دیگه آهسته دست به این کارها خواهیم زد و جنایت‌های باشم مشکل خواهیم کرد. البته حتما کردن در کار مبارزه دیگر گفتی وای که وای سطحی نو به بار آمد. یعنی دیگر جایی اگر سالهای پیش 2 سال 3 سال پیش بالای خانواده فشار بیارد ما خودمون رو کمتر احتیاط میکردیم. شخصا خودم حاضر دیگر آنها یک قدم مانم هم حرکت میگیم 2 قدم مانم. بله باید چنین کرد. آقای محمدی بله حالا شما در همینجا گفتید که شما با دادگاه اروپایی چیکاری داشتید در مسئله اینترپول، همین خیلی امروز کمتر مفصلتر نقل می‌کردید تا تماشابینا فهمند که گپ درباره چی میره. وقتی که ما رو پلیس اینترپول بازداشت کردند در اینجا در اروپا، بله بعداً بر من سوال دادن که تو میدانی که برای چی بازداشت کردیم؟ من گفتم بله من میدانم که ما رو برای چی بازداشت کردید. ما حکومت تاجیکستان ما رو با یک اتهام بافته در اینترپول داده است. اینا دیگه هم به شما میدانم بگذار که دادگاه هر چی قرار که برای دادگاه خودش دیگر کار به دادگاه رفت. وقتی که در دادگاه در ورشو بودین؟ بله در ورشو. وقتی که در دادگاه بودیم با من سوال کردن که حکومت تاجیکستان تو را همچون یک تروریست و اینترپول داده است، گویا تو در حادثه
سپتامبر سال 2015 تبادلات گویا حاجی علیم اشتراک کردی و چند نفر را کشتید گفته در همون در تبادلات حربی. من گفتم که این دروغ است، اصلا من در اونجا نبودم، یگان چیه ندارم. بعد گفت یگان دلیل داری؟ گفتم بله دلیل دارم. گفت چی است دلیل؟ گفتم من ماه ایون سال 2015 از تاجیکستان برآمدگیم، 6 ایون 17 ایون در آلمان رسیدم و همان روز از حکومت آلمان درخواست پناهندگی کردگیم. آدمی نبوده را گناهکار کردم. بله پاسپورت خودم را نشان دادم در همون دادگاه و گفتم این ویزای من است که من گرفتم و ویزا آمادگیم همش. و وقتی که درخواست پناهندگی کردم همون روز شب تمام همون حجت ها در گوشیم بودن، در تلفنم بودم. دیگر وقتی اینا را دیدن دلیل منو خنده کردن، وقتی مزاح کردن حکومت که این خیلی حکومت است که یک شهروندش از کشور میبراید نمیدوند که این کدام وقت از کشور خارج شدگی است و این تهمت میکنه که گویا در یک تبادلات حربی اشتراک کردگی است. و الحمدلله که از مو سر سود با قرار دادگاه ما را آزاد کردن، گفتن که واقعا شما بیگناه هستید. واقعا اگر وقتی که همین پرونده‌ای که مقامات تاجیکستان درباره مخالفان عموما افراد جنایتکار اعلام کرده، اگر امر خالصانه منصفانه اگر تفتیش کنید، اگر 80%ش بیگناه میبرد. بابای شوکت برادر عزیز خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدایم هست؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای شما خیلی خوب رسیده است. این برادر شوکت با دو وظیفه را اجرا کرده استاد، هم در برنامه اشتراک میکنه هم کارهای تکنیکی رو میبره. خاصه خداوند اجرشون دو برابر میده. سلامت باشید. شما دیدکو گپ زنید. چه حال دارید؟ چه گپ خورد؟ همین مسئله هایی که در تاجیکستان هست خیلی مقصدناک این کارها می شود. از روی ایدئولوژی به نظر من از روی یک ایدئولوژی معین این کارها اجرا می شود، ولی متاسفانه از روی ایدئولوژی کهنه، از روی ایدئولوژی های سربسته. مثلا گریم از روی ایدئولوژی مکیاولی کار میکنن که مکیاولی کی ها بود، مثلا گریم او در زمان خودش بود، مردم قدر هر کجا راههای کشاده نداشتن، مثلا گریم با هر کجا سفر نمیکردن، هر کجا رفتن نمیتونستن، پیاده مثلا گریم یک ماه دو ماه به یک کشور دیگر سفر میکردی. یا اینکه به این ایدئولوژی کمونیستا کار میکنن که اونا هم در یک ایدئولوژی سربسته دولت رو نمیکردن، دولت داری میکردن و مردم از این کشور بیرون، از این قلمرو اتحاد جماهیر شوروی بیرون برآمده نمیتونست و هر ظلمی که بالای مردم تحمیل میشد میخواستن به درغش میکردن، میخواستن به سیبیریش میفرستادن، در اونجا چوب کشونده چوب بریده میبرفت، بینوم نشونش میکردن. هر چیزی که از دست حکومت میومد میخواست میکرد، هیچ جو صدا بلند نمیکرد. مردم این شرایط رو نداشت و همین ایدئولوژی کهنه رو مشاوران امام علی رحمان در امروز پیاده کرده شدن. از این عبارت که اینها مشاورانش کتابی نو خوندگی نیستن، کتابای تعلیم فتی موندن. عموما همین یعنی خودشونه به همین زمان حاضره، بینیش و فهمششون به همین زمان حاضره موافق کردگی نیستن. یکی از سبب‌های هم خودشون رو رنج دادن، هم خودشون رو شرمنده کردن، هم مردم رو رنج دادن. سببش همین است که این گردنشک‌ها با همین ایدئولوژی کهنه گذشته معنی سرشون پر کردگی هستند و عین حال منصبدار در سری منصب هستند، به کتاب خوندن وقت نیست، به مطالعه کردن وقت نیست، به زمان حاضر خودشون رو موافق کردن وقت نیست. بین همون ایدئولوژی کهنه مثل مکیاولی و همین کمونیسم کمونیستی همین ها میخوان سیاست برند، چون که مغزشون همین است. از همین درونی دیگه چیزی ایدئولوژی نمیباید. دیگر زمان شناس نیستم. ما در بلای همین نفرانی هم فکر و اندیششون پوسیده رفته،
کهنه شده گرفتار شده هستیم. در زمان حاضر نگاه کنید، در زمان حاضر مثلا گفتی امروز یک مقاله تحلیلگر سیاسی شیرعلی رضاییان درباره ترکیه ویزا جاری کردنش خوندم. مثلا گریم به تاجیکستان ترکیه ویزا جاری کرد، تحلیلگر سیاسی تاجیکستان میگه که در بسته دروازه شده. یعنی این تحلیلگر واقعا تحلیلگر زمان حاضر است. زمانی همین شب روز است، همین شب روز همین تحلیلگر به عرصه سیاست قدم مونده شده است، تحلیل خودش رو گفته شده است. به گپ این حکومت گوش کردنش نکنه. همین یک گپی گفته شدگی که میروز شیرعلی رضاییان از همین بخور خلقی استفاده کرد و درباره ویزای ترکیه ویزا جاری کردنش گفت که در بسته دروازه شده. حتما مردم به این ایمونیتت پیدا میکنه، یک در شده دیگر رو میکوبن. به همین مضمون گپ زد و همین گپش رو شیرعلی رضاییان به اردوغان نیو به همین امامعلی رحمان گوید بسیار خوب میشد. مثلا گریم که در بسته دروازه شده، تو همینجا در داخل وطن برای مردم تمام درها رو بسته ای، در خارج شده است. مثلا حتی ترکیه بستگی باشد به یک جا برد، ترکیه ویزا جاری کرد به یک جای دیگر میرود. شیرعلی رضاییان درست میگه، همین گپش رو به حکومت گفته توانسته نشده که شما این مردم تمامی چیهاش محدود کرده هستید، حقوق و آزادی هاش رو محدود کرده هستید. فقط این کار از اودش میبرید در داخل تاجیکستان از اودش میبرید. همین که یک مردک مثلا یک فرد شهروند تاجیکستان از همین خاک تاجیکستان بیرون شد، دیگه نه به زدن نه به گفتن یک همین چیها، همین تضییق و فشار به خویشاوندان و اقرباها یک مدت معین رزولتات میدهد. همین رزولتات رو اینها نشان داده، همین کارشان رو دوام داده شدن. من کردیم رزولتات داد گفته کار کرده شدن. لیکن همین آدم به زندان هم ایمونیتت پیدا میکند، یعنی تو باور میشود. به زدن هم، به کفتن هم، به کشتن هم، به پیوندش از دست دادن هم، به پدر و مادرش از دست دادن هم، به برادرش از دست دادن هم، به همه این ایمونیتت پیدا میکند اینسان. ولی اینو بینید در اول مثلا پدر میمیرد، اوزر یک دقیقه، همین پدر میمیرد یا مادرتون میمیرد یا برادرتون از بین میرد، مثلا گریم یگان غرق میشد، آوار میشد، یک دو سه روز وای وای میگه، دو فیغم میکنید، عزاداری میکنید، بام بتنتون میشیند. همین حالا من سوالم این بود که ما خبر داریم خداوند آزادیش نصیب کند یکی از دادران شما را مثال همین حکومت بردن محکم کردن. بله متاسفانه، بله متاسفانه خداوند آزادیش نصیب کردن در قطار دیگر زندانیای بیگناه، اما با این کار آنها دهان شما رو بسته نتوانستن. من بعد از همین کار من اول گفتم که خودشون شاید به خلاصه بیاین. یعنی اینها اگر احمق نباشند یگان خلاصه درست میبرند. من همین خیلی فکر داشتم، یعنی همین تیم حکومت، همین مقامات انتظامی امنیتی عموما اگر احمق نباشند یگان خلاصه درست خودشون میبرند. مثلا گریم این احمقی نمیکنن، لیکن این احمق ها یک برادرم از همه برادر خوردیم که تماما به سیاست سری کار نداشت، تماما سری کار نداشت. حتی به من نصیحت هم میکرد که میگفت خیر بیا همین کاراتمون، همین سیاست چیزی افلاس است، به همین نزدیک نشم، همین دفعش کن. همین خیلی گپ میزد. همین نفری که به ساختمان مشغول بود، به همین زندگی خودش مشغول بود، همین گرفتن بردن. کار کرده است وای چگونه کرده است، یک سال ثابت کرده نتونستن که همین بچه چیکار کرده است. یک سال در روسیه محکم ایستاد. مقامات روسیه که بازداشت کردگی بودن گفتن که ما در اینجا بیگناهی یا گناهکار بودن برادر شما رو نمیبینیم، فقط استرداد کردن نکردنش رو. اگر جنوبی تاجیکستان معلومات پیشنهاد کرد که واقعا چی است، ما استرداد میکنیم یا نمیکنیم. هر دو همین بیگناه هست به گناه هست، این به ما فرق ندارد. چون جنوبی ما شرطنامه داریم، جنوبی تاجیکستان طلب کرد، ما باید بسپاریم. اگه شما نگاه کنید طول یک سال اینها ماده 307 زدن، این زدن، وای زدن، چند بار دیگر کردن، بار آخر دادر من با جرم چی برافت به تاجیکستان میدونه؟
با جرم اینکه تاجیکستان عضو ODKB است، عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و دادر من وقتی انتخابات بلاروسیه گویا از تیخانوفسکی چی کردگی باشد، پشتیبانی کردگی باشد، او را تبلیغ کردگی باشد. حالا تیخانوفسکی یک چی تروریستی اعلام شدگی است، یک همین زنکی معلمه مثلا گریم تروریست اعلام شدگی است، یعنی او از تروریستی عضو سازمان مثلا گریم پیمان امنیتی دست جمعی حتی شرم نداشته. در پیش من همین ورقه وجود دارد، انشالله روبرو میشیم به همین نوبکارها. شرم نداشته در همین چیشون ذکر کردگی هستن که این آخرین با ماده 179 گناهکار کردن، یعنی جانبداری از چی حرکت تروریستی. حرکت تروریستی تاجیکستانی حتی جانبداری از کی است؟ از تیخانوفسکی. نه به من لایک موندگی است، نیافتن سیاستی تاجیکستان از زیدش برآمدگی است، نیافتن یافتن که مثلا گریم تیخانوفسکی به لایک موندگی بوده است، همین پرزیدنت شونده بلاروسیه. به این احمقای برید، این چی گپ است؟ بود در همین پروتکل، در همین چی عیبدار کنی، در سند عیبدار کنی همین رو ذکر کردگی هستن، نوشتگی هستن. واقعا شرمنده رو بینید با همین بردن مثلا گریم. حالا نمیدونیم که چند سالش دادند، چیکارش کردند، سود شد نشد، من خبر ندارم. کجا بردن، چیکارش کردن، یگان خبر نیست. یکی آخر گوش کنید، همین بسری من از این بدتر مشکلی های آمدگی بود که من از این راه هم بر نگشتگی بودم. اینها من برای چی گفتم که اینها به یک خلاصه می آمدگی که کارشون این بازیشون به من نمیگذره، برای اون که یک بار همین نامه اعمال من روی دستشون میگرفتن، خیلی میموندن که همین کارها فایده دادگی هستشون یا نه. فایده دادگی نیست. برای فعالیت اینها پولوچ مثال گریم خودم از سرلوچ گرفته و رفتگی هستن، حتی پای افسال من پوشیدم موندگی نیستن. چندین بار من در پشتی میمون خونه اینها ابیزیانکه هاشون روزم گذشتگی است. یگان فایدهشون کردگی نیست. یگان بار من شد توبه کردم از این رو هم باز میکردم گفتگی نیستم. یعنی در آخری کار برای فعالیت سیاسی شما یعنی بردن دادر شما را، یعنی ولی یک بیگناه رو بردن زندان کردن. زندگی رو بردن یعنی زامینی چی میگوید؟ یعنی او فرزند دارد، زن دارد، اویله دارد. یک اویله، یک نفر بیگناه از فرزنداش زنده جدا، فرزنداش زنده یتیم کردن، خانه‌اش سوزاندن. هر یک دد ماه شریف رمضان است، هر یک کسی که دست داری در همین کاری دادری من، انشالله که جزات خدا میتید، بچه‌ات زنده یتیم میکند، خودت از اهل اولاد دور میکند، انشالله مادرت در سر قبرت میگرید، انشالله بچم گجونده گویون همین مثل مادر من مادرت میگرید، سرسری خور رودکشال میشه انشالله. ماه شریف رمضان است، شب‌های مبارک است، انشالله دهان روزه هستم. یک گناه میداشت، یک جرم میداشت، گپی نبود، لیکن یک شخص بیگناه بردین. تیخانوفسکی کی است او کی است با تاجیکستان تیخانوفسکی چه ربط دارد؟ بمیرید از این روزتونه، بیچاره این شما. حالا یک مسئله دیگر شوکت، من باور دارم که اینجا داملای اسلامی دین هم آمدم، من میخواستم همین سوال اول به داملای اسلامی دین تیم، لیکن شما هم تعلق دارد. گوش کنید برادران، من 100% باوری دارم که همین خیلی فشار بالای دیگر افرادی که در صف مخالفان هستند، در همین سنگر هستند، بالای آنها هم عیناً همین فشار هست همین خیلی فشار. اما با بعضی سبب‌ها بعضی دوستان ما خاموشن. حالا من جای پنهان کردن در افیر میگم که بالاشان فشار آمدگی است، لیکن آنها خاموشن یا به همون شرط شرایط مقامات راضی شدن و این نظری من است البته. و نتیجه خاموشی آنها یعنی اونها گزارش دادن که ما بالای فلانی فشار آوردیم، فلانی خاموش شد و دیگر مقامات بالای ما هم فشار آورده هستند که هم
خاموش شود. یعنی من این رو چنین حس میکنم که خاموشی یک همسنگرم سبب شد تا بالای من فشار آورده شد. نظر شما چه خیلی؟ من جای روزکنی ندارم. دوستانی که در من با هم صحبت هستند و مثال خوب میشناسم بدونم که خیلی نمیدونم زبان تیز بعضا فایده دارد بعضا ضرر دارد. اون چیزی که من فکر میکنم نظرم رو میگم ولی در افیر هم گفتی سازم. بالای اون برادرایی که با ما هم سنگر هستند فشار میآورد لیکن آنها خاموشند دمشون رو نمیبرند. در از سبب آن مقامات فکر کرد که همین عملش فایده آورد و امروز رفت بالای موسفید 73 ساله پدری مثال اسلام الدین برد دادر شوکت محکم کرد برد مثال برای بالای خانواده من و دیگر و دیگر. همین خیلی نیست. مرحبا اسلام الدین شما. سلامت باشه. بله این یک واقعیت تلخ است که باید این گفته شود. نباید دیگر ما از این چیزها نمیدونم احتراز کنیم. واقعا یک واقعیت تلخ است که بسیاری از برادران با وجود این مشکلات خاموشی رو اختیار میکنن. این واقعا گفت که یک ضربه میزند بر مبارزه، ولی نباید ناامید شید چون این راه مبارزه راهی چند نفر نیست. در یک اندگاه اجتماعی در قانون ما داریم قانون ایواز شدن، تبدیل شدن قانون داریم. اون نفرانی که نمیخواهند در این فرصت رو در اختیار اونها هست. در این وقت و در این زمان این فرصت مبارزه، این فرصت تلاش برای بیدار کردن مردم، برای تامین کردن آزادی، برای برقرار عدالت در اختیار اونها این فرصت هست. اما اگر از این فرصت استفاده نکردن حتما اونها کنار زده میشن و نفران نو و نفران جدید، جوانان نو وارد میدان میشن. نباید از این زیاد ناامید بود. اما این جای نگرانیش این است که این برادران آهسته آهسته با همین شکل از مبارزه خواهی نخواهی کنار میروید. یعنی این قانون است. این یک قاعده تغییر نیابنده است که در نتیجه این ضعف نشان دادن ها، در نتیجه این سست شدن ها آهسته آهسته انسان از اون راه، از اون موقع کنار زده می شود و نفر دیگر در زندگی او جای او را می گیرد، مبارزه را پیش می برد و اون این چیز را با چشم خود مشاهده می کند. واقعا این یعنی هر کار حکمت دارد. بله این حکمت دارد. یعنی این رفتن ها باید ما زیاد نگران باشیم. حالا ما دیده می بینیم که چین نفرهای جدید، نفرهای نو، چهره‌های نو وارد میدان و این راه مبارزه را دوام میدهند. چون این راهی یکی از رسالت پیامبران در طول تاریخ همین هست که خداوند میفرماید که ما پیامبران رو فرستادیم همراه کتاب، همراه پیام تا اینکه در زمین عدالت رو برقرار کنند. یعنی برقرار کردن عدالت این وظیفه پیامبران است، رسالت پیامبران است. این هیچگاه بی‌راهرو نمیماند. این همیشه این پر آدم است. همیشه نفرانی پیدا میشوند که در این راه مبارزه برند و امروز هم ببینید که با این همه فشارهایی که در داخل کشور بالای مردم هست که با وجود یک گذاشتن لایک یا اینکه برادر شوکت قصه کردن، با اینکه طرفداری کردن که لایک گذاشتن برای یکی از مخالفان دیگر دولت نفر رو برده زندان میکنن، با وجود این همه فشارها هر روز هزارها نفر هستن که به این راه میپیوندن. این خواه ناخواه این ملت بیدار میشود و برای این باید گروه مردم کمر خود را ببندند و در این راه تلاش کنند. نباید ناامید شید. یعنی این یک قانون الهی است و این راه پیامبران هست و مردم وارد این راه میشن و مبارزه خود را دوام میدهند. اما در این راه، در این مرحله و در این وقت خب تنها گذاشتن بعضی از برادران واقعا کاری آنقدر خوبی نیست. واقعا همین یک چیز من بعداً راستیگه کمتر خود یک خسته حس میکنم یا خیلی که رو هفتاده شده است بریم. بعد نگاه میکنم از بعضی استادان ما، بعضی افرادان زندانیان سیاسی رو داریم که عمرباد زندان شدن، حکم عمرباد گرفتن، اما فرزندانشون در صف مبارزه است. او یک نفر رو زندان کرده باشد، حالا دو نفر همون مثال در صف مبارزه است، سه نفر در صف مبارزه است و در این حالت میگویم حکومت با این کارش یعنی مردم رو بیدار کرده است. واقعا برای یک مبارزه در یکی از تاریخ همین نلسون ماندلا را تماشا کردن. وقتی که رو زندان میکنن
و بعدا و در وقت زندان بودنش فرزندش رو با یک تصادف گویا که در راه صدمه میشود و فرزندش رو میکشند. اما به همین هم نگاه نکرده و در زندان ایستاده مبارزهش رو برد. یعنی عیناً همون حالتی که امروز ما تاجیکستانی‌ها قرار داریم در گذشته خیلی از مبارزان سیاسی قرار داشتن. بابا شاگرد چیزی گفتنی هستید؟ دیدم حرفتون. بالا ببینید دوستان، انامین یک حادثه من میگویم، یک حادثه چیزخوان از زبان لقمان خوش است، خواهش میکنیم داملو اسلامیدین بگویم. من به دو حادثه اشاره میکنم، یکیش رو خودم میگم، یکیش رو از داملو اسلامیدین خواهش میکنم کوتاه بگویم. این دو حادثه، یکیش این است که انامین سرگذشت سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی، دیگرش انامین از مکه به درگاه کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تا مثال حالت خزان خوردن رفته رسیدند با اصحابشون و با اعلان برآوردن. همین مثل امام علی رحمان حاضر همه در خواب اعلان زده ایستاده است که تحریم کرده است، با اینها رابطه نکنید، دوستی نکنید، رفاقت نکنید، تماس نگیرید، این همین چیز در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به سر پیامبر صلی الله علیه و سلم اومدگی بود که اینا بگذار دومولو گپ زنن. همین صدرالدین عینی امارت بخارا به خاطر همین فعالیت‌های سیاسیشون دو برادرشون پای در پای میکشن. دو برادرشون پای در پای میکشد. ولی نامشون در یادم ناماده شده است. یکیش رو میکشد که یعنی صدرالدین عینی تن نمیدهند، با همین با کارهای فعالیت سیاسیشون ادامه میدهند، چون که استاد صدرالدین عینی از جمله جدیدان بودند، از جمله جدیدان بخارا بودند و با فعالیتشون ادامه میدهند و برادر دویمشون هم محکم میکنند، اینها با همین زور و شکنجه میکشند. لیکن نهایت کار چی است؟ نهایت کار موفق بشود. یک سخن صدرالدین عینی در همین باره مرگ دو برادرشون این است که یعنی اینها استاد صدرالدین عینی میگن که اینها خودشون مرا وادار کردن که من با تمام وجودی هستیم، با قلمم، با وجودم برای نابودی اینها مبارزه برم تا نابودشان باشم. بله فهمیدید؟ و استاد صدرالدین عینی تا همین نابودی امارت بخارا، تا همین نابودی از همین تخت فرو آمدن همین چیها با کی لازم شود همکاری کرده است؟ با کی لازم شود؟ همین ملا آدم دوملا عینی با کی که لازم باشد همکاری کرده هستند محض به خاطر سرنگون کردن امارت بخارا. با کسی لازم باشد همکاری کرده هستند و گفته هستند این کمی یعنی همین با همین کارش یعنی اینها باید تا به نابودیشان من مبارزه برم و در مبارزه موفق شده هستند و به تمام وجود هستیم من میگویم که در مبارزه من انشاءالله موفق خواهم شد، چون که حق با من است، شما ناحق هستید، شما وطن فروش هستید، شما دزد و غارتگر هستید. هیچ وقت دزد و غارتگر به مقصد نمیرسد. امروز پوشیده هستی فردا کنلوچ میشوی. میبخشید تماشابینان عزیز و حتما عاقبتتون همین است. در کجا سرسر خار روده کشال مرده میروید و حق با جانب آنهایی هست که عدالت رو میخواهند، حقیقت رو میخواهند، واقعیت رو برای واقعیت تلاش میکنن. زنده و سلامت باشید. واقعا همین خیل من میخوام همینجا دوملو اسلامیدین از همین تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوتاه برای عبرت، برای جان گرفتن قوه های مبارزه یک کمتر اشاره کنن، چون که اینجا اگر دوملو اسلامیدین صدا من درباره او گپ زنم بیادبی میشود. بفرمایید. بسیار خوب، تشکر زیاد. اول من یک چیز رو میخوام شرح بدیم کمک به یک اندازه ببینید که کمتر بلندتر گپ زنید دوملو، صداتون پس اومد. داریم و باطل داریم که برادر شوکت جون اشاره کردن.
یعنی حقیقت همیشه ذاتاً پرقوت هست، باطل همیشه ذاتاً ضعیف است. ببینید حکومت با وجود داشتن همین قدر امکانات و همین قدر قدرتی که دارد، باز هم چون باطل هست، چون که واقعا در یک راه نادرست هست، با این وجود چی کارهایی را انجام میدهد برای حفظ کردن این نظام خودکامه‌ای که در کشور هست. یعنی از تمام وسایل فشار بالای مردم استفاده میکند. این بیانگر این است که این حکومت با این همه دار و دستش در راه نادرست است، در راه باطل است، چون غصب کردن حاکمیت هم از نگاه شرعی و هم از نگاه مثلا قانون‌های دنیوی این یک جنایت هست. خب از جانب دیگر ببینید وقتی که تنها مخالفین یک سخن دارن، چیزی دیگر ندارن، تنها صحبت میکنن، تنها از جنایت ها میگوین، تنها از مشکلات میگوین، با این یک صحبت کردن، یک گفتن، تنها یک گفتن، وضعیت تاجیکستان را به چه حد رسانیده است که در ماه شریف رمضان میروند سراغ یک موسفید 73 ساله و او را زیر فشار قرار میدهند تا اون درجه که اون بیمار میشه. یا این فرقی حق از باطل است. یعنی حق همیشه ذاتاً پرقوت است، نیرومند است و روز خوب به اون جایگاهی واقعی خود میرسد و باطل همیشه چیز ضعیف است. با وجود این همیشه اون باطل محافظت میشود با چونین شکل و چونین شیوه. اما اینکه برادر شوکت جان گفتن در مورد این که از زندگی پیامبر مثال ها واقعا خیلی زیاد است. در زندگی همه پیامبران این چیز وجود دارد. از آنجا که اکثر ملت ما مسلمان هست و پیروی دین اسلام هست، خب خیلی جا دارد که ما از چنین مثال ها برای مردم بیاریم. خیلی مهم هست برای مردم ما، چون مردم ما از آنجا که مسلمان هست اکثریت همیشه منتظر این است که برای اونها مثال های از زندگی پیامبر، از قرآن و از حدیث برای اونها گفته شود، از شریعت گفته شود. این خیلی مهم هست. ولی در زمان پیامبر ببینید که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم با چی مشکلات گرفتار شدند. یعنی آنقدر فشاری که بالای خود پیامبر بود، با تمام قوم و قبیلهش 3 سال در یک دره، خب اونها تحریم شدند، در حالت تحریم اقتصادی قرار گرفتن که تا اونجا که از برگ درختان میخوردن، از ریشه گیاهان میخوردن، تا اونجا اینها در این وضعیت سخت قرار داشتند. و علاوه بر این تمام یاران و نفرانی که به پیامبر ایمان آورده بودند و برای برقراری عدالت و برای آزادی این مردم از بتپرستی تلاش می‌ورزیدند، همه اونها زیر فشار قرار داشتند و در پیش چشم پیامبر یاران او را به قتل می‌رساندند و مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند. که قصه حضرت بلال معروف است، قصه خانواده یاسر معروف است که چگونه یاسر و همسرش را به قتل رساندند در پیش چشم صحابگان و در پیش چشم فرزندشان. اما این راه در اینجا قطع نشد، بلکه برعکس طرفداران پیامبر، برعکس راهروان این راه حقیقت بیشتر شدند. و اینجا بود که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد پیامبر شکایت کردند که پیروزی کی میرسد. همانگونه که امروز اکثر مبارزین این سوال را میکنن که پیروزی کی میرسد، کی ما پیروز میشویم. و این خود یک جواب الهیده دارد که باید در این مورد صحبت کرد. اینجا پیامبر واقعا خیلی ناراحت شدن و گفتن که شما حالا هیچ، یعنی در این راه اونقدر که باید قربانی بدهید نداده. در گذشته پیامبران با اره از بین دونیم کرده میشدن و در آتش سوزانیده میشن، که قصه های اینها در قرآن خیلی زیاد است که وقتی برای برقراری عدالت و برای بیرون کردن مردم از بت پرستی تلاش میکردن پیامبران و یاران اونها را زنده به زنده در آتش میکردن، که قصه اصحاب اخدود معروف هست در قرآن. و با اره دونیم میکردن که قصه حضرت زکریا معروف هست و دیگر پیامبران. و این از این قصه ها برای اصحابش میکردن که شما برای رسیدن به اون جنت، برای رسیدن به اون عدالتی که ما دنبالش هستیم، باید این قربانی ها باشد. یعنی این همه قربانی ها، این همه مشکلات را پشت سر کردن
این هم بسنده نکرد، اونها رو از کشورشون بیرون کردن. یعنی این هم که اونها مجبور شدن که ترک وطن کنند و بیرون به مدینه و در مدینه باز تلاش خود را دوام بدهند برای اینکه تا دوباره برگردند به مکه مکرمه و اونجا رو از این بدبختی هایی که مردم گرفتار هستن آزاد کنند. و امروز هم این مصیبت بالای مردم ما که یک اکثر مردم در داخل در مورد شکنجه و عذاب قرار دارند و در یک حالت سخت زندگی قرار دارند، در یک حالت بدبختی که از یک خانواده 3-4 نفر تا 5-6 نفر بیرون از وطن هست و در وطن تنها پیران، موسفیدان و زنها قرار دارند در یک حالت بد. و قسمی از مردم که برای برقراری عدالت تلاش میکنن اونها بیرون از کشور هستن و بیرون از کشور مبارزه خود را دوام داده ایستادن. و حتی همین خود مبارزانی که امروز بعضی ها شاید ناخواسته وارد این راه شدن، هر روزه این سوال رو میکنن که پیروزی کی میرسد؟ پیروزی کی میشه؟ پیروزی چی؟ برای این باید اول معنای پیروزی رو دریافت کرد که پیروزی چی؟ آیا ما تنها با بر کنار کردن رحمان و این حکومت با اون چیزی که واقعا ما دنبالش هستیم میرسیم؟ اینو باید این سوال رو کرد. باید ما دانسته باشیم که بعد این که ما رحمانوف رو از تخت پایان آوردیم و میخوایم یک حکومت مردمی تشکیل بدیم، باز هم اون مشکلاتی که در اون وقت بالای سری ما میاد از این مشکلات با سخت‌تر هست. نباید ما فکر کنیم که با یک مثلا کنار زدن رحمانوف هم مشکلات برقرار میشه، چون که ما در فکری پیشرفت و ترقیات این ملت هستیم، در فکری اون هستیم که این ملت سرفراز شود. برای این دانسته باشید که هزارها مشکلات در پیش ما هست. و یک چیز دیگه خیلی مهم است که همیشه پیروزی اونجایی که ما میخوایم به اونجا برسیم اون نهایت کار هست. یعنی لذت مبارزه همین مرحله ها هست. بله. لذت همین مرحله هست. ببینید وقتی پیامبر مکه مکرمه را فتح کرد و این به اینجا رسید، الکی از جانب خداوند آیه اذا جاء نصر الله و الفتح آمد. یعنی که این وقتی که این سوره نازل شد، حتی در این وقت اصحاب پیامبر حضرت عمر، حضرت ابوبکر این شخصیت رو درک کردن که الکی زندگی پیامبر به آخر رسید. یعنی پیروزی یعنی نهایت کار. یعنی ما تا اون جا رسیدن باید خیلی مبارزه بریم که تا این مرحله ها برسیم و ملت رو به یک سطح بالای در جامعه جهانی و در تمدن امروزه برسونیم. برای این خیلی باید ما مبارزه بریم. باید خیلی نگاه های دور داشته باشیم، نه اینکه مثلا ما با اندک مشکلات ناامید شیم از این مبارزه، که متاسفانه امروز اکثر مردم این سوال رو میکنن. یعنی در مبارزه این سوال بله باید با برنامه دقیق، با یک استراتژی معین برای رسیدن برای یک هدف باید حرکت کرد، اما نباید در حال ناامید شد وقتی که یکی از قانون ها در ساختن تمدن ها، ساختن جامعه ها، قانونی طلایی نام دارد. قانون طلایی. برای چه قانون طلاییش میگن که یک باره ما نمیتوانیم که یک مشکلات جامعه رو حل کنیم. برای حل کردن این مشکلات که این 20 سال شد، 30 سال میشود این حکومت خودکامه در تمام منطقه های تاجیکستان ریشه دوانده است و این مقامات هایی که میبینید هر روزه خش و تبار ما رو زیر فشار قرار میدهند، این همه اون ریشه های این حکومت هستند که این حکومت رو نگه داشتن. برای همه همینا میمکن و با بالو انرژی میکنن، ولی همه در اطاعت این یک خانواده هستند. برای همه این رو اصلاح کردن باید خیلی تلاش کرد. با یک حرکت، با یک برنامه شاید ما نتونیم به این هدف برسیم. برای رسیدن به این هدف برنامه‌های مختلف، قدم‌های پشت هم لازم است که ما بتوانیم این ملت رو سربلند کنیم. اگر هدف ما واقعا سربلند کردن این ملت است، برای این ما حالا مردم ما مثلا خیلی ها میگه که مردم بیدار شدن. از نگاه من واقعا مردم بیدار نشدن، مردم واقعا خواب هستن. ما یک بیداری در سال 90 داشتیم، سالهای 90 یک بیداری داشتیم. اون هم بیداری همراه با احساسات عاطفه بود. ما نیاز به یک بیداری همراه با آگاهی داریم. ما واقعا ما اگر میخوایم سربلند شوند، ما نیاز به یک بیداری داریم که اون بیداری همراهی آگاهی باشد، همراهش آگاهی باشد. ما در همراهی زیرکی سیاسی باشد. ولی نه تنها زیرکی سیاسی، از همه جهت باید آگاهانه باشد. حالا ملت ما واقعا یک بیداری
در سالهای 90 داشت، اون بیداری آگاهانه نبود. اگر بیداری واقعا آگاهانه می بود، این مشکلات شاید این مشکلات رو می توانست با هم حل میکرد. اما از اونجا که این بیداری مثل یکی، این بیداری تعریفش به این شکل است که یک باره انسان از خواب بیدار می شود. وقتی انسان خواب هست، یکی بر نمیدونم با ضرب زدن کسی یا اینکه با زدن زنگوله ساعت اون بیدار می شود، یک باره بیدار می شود، هر سو دست و پا می زند. بیداری ما در سالهای 90 به مثل همین بود که نتونستیم درک کنیم که چه مشکلات در اطراف ما هست و ما بتوانیم مشکلات رو حل کنیم. امروز ما نیاز داریم به یک بیداری آگاهانه و بتوانیم واقعیت رو بشناسیم و برای رسیدن به این بیداری باید خیلی تلاش کنیم. حالا بعضی‌ها انتقاد میکنن که تنها سخن کردن، این سخن کردن خود عمل هست. برای بیدار کردن این مردم باید ما خیلی صحبت کنیم. باید برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های خب مثلا زیاد برنامه باید داشته باشیم، برنامه‌های فکری. بله، یعنی باید کار کنیم، فعالیت داشته باشیم، هم روی صحنه هم پس صحنه، همه طرفا. بله، اگر واقعا میخوایم مردم بیدار شود، واقعا بیدار شود. حالا امروز قشر جوان ما متاسفانه در یک حالت خیلی وخیم و خیلی بد قرار دارد، در یک حالت جهالت، نه تنها جهل مرکب. ببینید وقتی که وزارت فرهنگ ما رو، علم و دانش در تاجیکستان وقتی که تحلیل میکنی، واقعا انسان نمیدونه دیگر چی بگوید. در مکتب‌های تاجیکستان معلم نیست، آموزگار وجود ندارد. حتی در دهه ها اگر ببینید اصلا با کمبود داملا کمبودی رو گپ میزنید و فقط میرد مقامات خانتون. نه آخه این یک واقعیت است، این خود مقامات این رو میدونن. در روستاها در دهه ها نه اگه من بطوری چی شدم بطوری که با موضوع ربط دارد با همین خاطر همین خیلی گفتم. بله همین رو بله. در یک مثلا در دهه های تاجیکستان در مکتب هاش یک معلمی، یک آموزگاری، اینکه دانشگاه تمام کرده باشد وجود ندارد. همه این صرف 11 را تمام میکنن میان معلم میشود. این واقعا همه درد است، این همه مصیبت است برای در کشور ما. باید این همه آسیب شناسی شود و راه حل برای اینا پیشنهاد شود. حالا چند نفری که میبرد از پیشرفت گپ میزند، یعنی اون پیشرفت واقعا باید همه اینا برای مردم آشکار شود. حالا الحمدلله خدا را شکر که خیلی دارد این مبارزه شکل میگیرد، یک مرحله نو وارد میشود و حتی جهان دارد توجه میکند به تاجیکستان و این تلاش همه این مبارزون است که این چیز با وجود آمده ایستاده است. وگرنه برای رحمانوف اصلا هیچ فرقی ندارد که تمام ملت در مصیبت باشد. مهم برای اون این سلطنتش حفظ شود، این قدرتش حفظ شود. صدای داملا کانده شد. داملا صدای دام کانده شد. اینجا حاضر محمد رجب خوش آمدید برادر عزیز. این صدای داملا رو ما نکندیم، باور کنید تا این تکنیکی شد. داملا حرفاشون ما چقدر گوش کنیم همینقدر حرفای خیلی خوب و روشن میزنن که حتما برای ما شنیدنش از منفعت از فایده خالی نیست. حالا برادر محمد رجب خوش آمدید. تشکر زیاد برادر سلیم جان و اینجا در استودیو میبینم برادر شوکت جان هستند. پیرامون این موضوع چند سخن چند نکته میخوام بگویم. البته باز من هستم محمد رجب عذر میپرسم. حالا تماشاگران محترم، حالا اینجا هر نفری که وارد میشود اینها همین افراد هستند که واقعا در راه مبارزه هستند، جان برکف هستند و نزدیکان خودشان همچون یک گروگان در نزد مقامات هستند در حکومت تاجیکستان، در دست مقامات داران تاجیک. و این برادر محمد رجب خیلی از تماشاگران حالا میشناسید، این برادر ما از وادی زرافشان از شهر پنجگرد باستانی هستند. میتوان گفت که خیلی از ضربه‌های جانگاه را در همین آخرها همین برادر ما بالای برادر ما رسیده شده است. در خبرهای آخر وقتی که مقامات فشار یک موج فشارها نو شد، به همین برادر ما بالای مادر پیرشان فشار آورد. ما همین حرف رو وقتی که میگم ما قلبم میلرزد.
یعنی انسان چخیلک باید نفر انسان چخیلک باید انسان باشد که بالای یک مادر پیر فشار بیارد بالای یک پدر. مرحمت محمد رجب با قصه خودتان نقل کنید. تشکر زیاد. ولی سلیم جان راستی گپ این تهدید و این فشارها باری اول هم نیست و من فکر میکنم باری آخر هم نیست. این دقیقاً به همین فعالیت های رسانه‌ای من سیاسی من ربط دارد و در این آخر شما شاهد بودید میدونید که برای گویا که سفری رحمانوف و اروپا سفر میکند که مثل همین مانند همین مثل که فکر و نظر مردم جلب کردنی بودن. از مقامات قدرتی یک روز دعوت میکنن پدر و مادر من به مقامات امنیت و داخلی، یک روز دیگه میبیان خودشون با واسطه مثلا رئیس دهه یا که معلم یا که مثلا هم مقامات مسئول و از تلفن های مادرم و اپام و خواهر بزرگم و اینا زنگ زده تهدید کردن چند بار. این البته باری اول هم نیست باری آخر هم نیست. شاید از یک جهت یعنی بی‌توجهی ملت، بی‌توجهی جامعه تاجیک، رسانه ها، سازمان های بین الملل سبب شده است که دیگر رحمانوف هم دلیر شود، رحمانوف هم شیرک شود در این عذاب و مشقت و فشار آوردن بالای پیوندان سیاسی یا که بگیریم که زندانی سیاسی. اینچنین از یک طرف دیگر ملت وقتی گفتیم که ملت خاموش باشد، ملت خوابالود باشد، جامعه مدنی، جامعه شهروندی، زیایان، ژورنالیستان، بلاگران اینا اگر خاموش باشند این رژیم این جنایت‌هاش دوام دادن میگیرد و در آینده نزدیک شاید که قطع کردنی نباشد. و سلیم جان حالا در استودیو هستید یا نیستید، یک پیشنهاد خوب کرده بودید در همین شبکه‌های اجتماعی واقعا باعث قابل دستگیری هست که خواهش کرده بودیم که ما یک هر چه زودتر در پیمان یا در نهضت یا که در دیگر نهادهای اپوزیسیونی یک روی خط لیستی در افغان‌های سیاسی ما داریم. زندانی‌های سیاسی که در دست رحمانوف در زندان ادای جزا یا که ادای وقت ادای چی میکنن در زندان مثلا برای 10 سال 20 سال یا که یک عمره. و ما داریم همین پیوندای زندانی که مثلا میتونیم بگیم که هر روز اونها رو حکم میکنن، هر روز تهدید میکنن، هر روز فشار میبرن، مانند پدر و مادر من، خشتباری من، مثلا پیوندان شما، پیوندان اسلام الدین سعیدوف رئیس دستگاه اجرایی پیمان ملی تاجیکستان، پیوندان مثلا شوکت محمد، دیگر پیوندان میتونیم ده ها همه خیل نام و نسب همینجا قطار کرده بیاریم یا لیست بسازیم. واقعا از این اقدام من دستگیری میکنم و آماده هستم که همکاری کنم در منطقه ما که همین خیل بی‌بندوباری ها، همین خیل ظلم و سیستمی که در دیگر منطقه تاجیکستان هست زیاد است و انشاءالله آنها را هر وقت مناسب با فرارسی عید فطر انشاءالله وقت یافته، وقت جدا بندی کرده، تقسیم بندی کرده می نویسم انشاءالله. و وقتی که در این ترکت های مسکو، در این ترکت های چند روز اخیر، وقتی که خاموشی حکومت، خاموشی مقامات وزارت کارهای داخلی بود، وزارت کارهای خارجه دیده، بار دیگر ملت به این نتیجه رسید که این رژیم با رهبری امامعلی رحمانوف، یتیموف، رمضان رحیموف و دیگر وزیران و منصبداران قدرتی اینا هیچ کار از دستشون نمیاد. اگر بیایدم به خاطر منافع شخصی، منافع عائله، منافع پول و مالشون اینها هیچ وقت واکنش نشون نمیدهند، در قصه ملت نیستند. اگر این ملت ده ها، صدها، هزارها، میلیونش اگر مهاجر شود، زندانی شود، ترور شود، اینا برای اینا هیچ هست. برای اینا یعنی خودشون دقیقاً ببینید ما مثلا سر و صدا میکنیم که مثلا در حکومت ایران یا حکومت ترکیه یا حکومت روسیه تاجیکان رو سوء استفاده میکنن، حالا که همین جنایت، همین کار اگر ده ها برابرش، صدها برابرش رژیم رحمانوف کرده ایستاده است. تاجیکان رو در داخل و در خارج
مثلا تروریست اعلام کرده است. حالا که ما شاهد بودیم سال 2014 15 ببینید چندها مقامدار از جمله من همین پالکونیک گلمراد حلیموف مثلا امروز من دیدم امرالله نظامی یک مقاله خوب نوشتن در شبکه‌های اجتماعی. گلمراد حلیموف یکی از فرماندهان بلندپایه عمان نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا که امنیت تاجیکستان، ببینید ناراضیانه از همین سیاست پیش گرفته رحمانوف، رحیموف، یتیموف و دیگر مقامات قدرتی با یک خودش تنها نیست، با اهل و عائله‌اش، با همون چند نفرای دوستای رفیقاش که در همون عمان در همون بگیریم که همون کماندش کار میکرد، همون وقت گذشتن رفتن به همون گروه دهشت افکن داعش مثلا چی کردن. گفتم درست محمد رجب عزیز برادر گرامی، واقعا درباره رویخطی که حالا شما گفتید، من حالا امروز در برنامه میخواستم که جمشید یار هم همینجا باشن، با آقای جمشید ما همین رو مصلحت میکردیم بودیم که ما باید که یک رویخطی عمومی گروگانان سیاسی را ترتیب دهیم و با مقام و سازمان های بین الملل پیشنهاد کنیم. حالا اگر بچه در استودیو بوده هر نفری که میخواد وارد شود مرحمت میتونید وارد کنید تا حرفشون گوش کنید. تو دوستی حرفای خلاصه کردن سلیم جان، اگر تو یکم کس باشد وارد کنیشون. قصدم این بود که یعنی وقتی یعنی پیوستن راهبر امان یک کماندر امان چی معنی دارد؟ پیامش همین است که یعنی ظلم و ستم و تهدید و فشار بالای جامعه مدنی، بالای ملت، بالای مردم، بالای آزاداندیشان و درجه اعلاش رسیده است که یک کماندری که یک افسری که خود رحمانوف تربیت داده است در روسیه و در امریکا و در اینجاها آموزش دیده است، همون میخیزن ناراضیانه به صف داعش یا صف مثلا گروهک داعش، گروهک گمانی یا گروهک چی میپیوندد. میتواند حکومت تاجیکستان رژیم رحمانوف عموما درباره تروریسم و اکستریمیسم عموما سخن نکند، گپ نزند. برادر محمد رجب من شما رو درک میکنم. امروز میخوایم این موضوع رو علاوه رو با یک گپ میزنیم. بسیار با معذرت میخوام میخواستم درباره همین فشار بالای خانواده ها حرف بزنیم. میفهمم شما نظرتون یعنی در عموم بها داده درست، واقعا ظلم بالای مردم از جانب خود همین مقامات است که حتی کارمندان خود مقامات به این اعتراض میکنن. اما حالا میخواستم از بیادبی نشود یک نفر مهمان وارد شده است، گوش کنیم چی میگویم. با معذرت محمد رجب. سلام علیکم محمد سلیم، محمد رجب، خوبه شما تنجی؟ و علیکم السلام. صدا میاد یعنی؟ بله صداتون هست. نه محمد رجب بسیار خوب قای کردن در اخیر همین سخنش که اگر این رژیم اگر میلیون ها را کشته کنن، میلیون ها را غریب و مسافر کنن، اگر یک موشو خم شود یا برای منافع خودشو هر کاری که عیزشون میاد این مردم ما را استفاده میبرند. بله. و برای ظلم آوردن سر عائله همین عائله های برادران مخالف یا که برادرانی که وطن دوست شو بگیم و مخالفشون اگه وطن دوست که حکومت سرشو مخالف هستیم، مخالف حکومت هستیم. نه محمد رجب ما مخالف هستیم. ما مخالفیم. ما که با وطن دوست ما یک نومی نوی دیگه میگذاریم شو وطن دوست، یعنی و وطن فروش میگن یا که چیشو میگن خواهین میکنن، اونه که ما وار قبول نداریم و این برادرها را وطن دوست میشموریم، هم مخالف شما میشموریم هم وطن دوست. مثلا که پیشروی را میبینن و ببینده همین سال در یگون رسانه های غربی برآمد یگون مخالف تاجیک نمیدیدی. حاضر در دوام یک هفته 5 مرتبه 6 مرتبه مهدین کبیری را چی میگیرن؟ نوار میگیرن، اینترویو میگیرن، شاید ده ها صدها مرتبه میگیرن. ببین که این پیشروی ای اینا ما در یک کاری مخالفا یک باور که این هم پیشروی، یعنی آبروی مخالفا را در عرصه جهان برداشته است که در تاجیکستان که در یک دولت دیکتاتوری ای در بین همین دیکتاتور همین رژیم سرسخت با ببینه که در هر گوشه دنیا مخالف دارن. این هم یک پیشروی ای. و برای برادرایی که اکس ظلم میکنن این سری عائله ها و خانواده ها چی گفتن؟ این دیگه کاری دیگه ندارن. این یک کاری نامردانه های، یعنی یک آدم نامرد میشوه و یک مرد قطعی جنگ میکنی زورت نمیرسه میروی دو در شلد میکنی
سر دادرش فشار میاری. یک نامردی یک ضعیفی حکومت نشون میتیه. ما همین تا چیش میکنم. بعد یک از نظر شما برادر خیلی نام نسبتان نمیگیریم نوشته محال خونده نمیتونم و از نظر شما حاضر همین مخالفا چی باید کنیم؟ من همین محمد رجب مادرشان بردم امنیتی عامه دادن بردن یا دیگر پدرش بردن. ما چیکار باید کنیم؟ مردم چیکار باید کنن؟ واکنش چیکار باید باشه؟ واکنش من میدونم که خیلی روزی سخت‌ترین، من میدونم که سخت‌ترین هم روزی سختی است که شما را در چه حالت خوب میکنه، در چه حالت میخیزه. این من درک میکنم. این درد شما را من درک میکنم. خدا شاهده من درک میکنم که شما چی درد دارید در دلتون. اینم هر انسان باید درک کنه. چی میکنیم؟ چی میگیم؟ ما فقط یک گپ دعا میکنیم که همون ارگانوی که امنیتی ان یا که وزارت کارهای داخلی هموان پدر و مادر دارند. هموان در دولت کار میکنند، در سیاستمدارند. هموان باید بدونن که همین یگان دولت دنیا به اپوزیسیون نمیشه، به مخالفین نمیشه و باید سری او فشار نمیشه. باید و ای مخالفین استفاده برن یک کورا. مخالفی کمبودی دولت هم میگه یگان ضعف بدن دولت یگان جوش میگه که دولت دار بگیره اصلاحش کنه. ببین ده همین موتور مثال مرسدس هم میگیریم. مرسدس همین چند محرک یک تاس مقابل یک دیگرش کار میکنه که موتور کار میکنه و ماشین در حرکت میدرویه. آفرین. همین محرکایی که دولت در کار میداره همین مخالفین هستند. مخالفی که ای بین دولت که بردی او دولت چقدر پیشروی میکنه. ما همین تحلیلش میکنم. به محاربه همین دولت پیشروی نمیشود. بله. این دعا میکنه که خداوند همواره انصاف بتیه. ای همین کاری که کرده است هم کاری نامردانه میگن. اینا مردانگی نمیگن. این کاری نامردانه که همین سری همین مادر و پدرها و خانواده های مخالفین ها ورده است یا که وطن دوست دار بگذار که وطن فروش هم باشن چیزی که باشن همین کاری نامردی ای. یک ضعفی میگم که یک ضعفی همو امنیت نشون میده، یک ضعفی وزارت کارهای داخلی نشون میده، یک ضعفی حکومت نشون میده. بله. این پدری ته دستین سالی تو جوانی 18 ساله مرا قانون یا که کنستیتوسیا سر قانون جمهوری تاجیکستان اجازه میده از 18 ساله بالا کشته ما حقوق خدمت دارم. ما دعوت خدمت دارم، ما دعوای خدمت دارم، ما در چه حالتی نباشه حقوق خودم میتونم که طلب کنم. کامل حقوقی میگویی نه؟ کامل حقوقی. هر انسان که 18 سالش شد راست میگه برادر. وقتی که نفر 18 سالش شد دیگه مستقل است. مستقل. نه ببین من فرق نمیکنه دیگه. ما سلیم کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان سر قانون جمهوری تاجیکستان که اینا ما باید هممون اطاعت کنیم. هم برای یک قانون یک کنستیتوسیا مقدسش بشموری خیلی بگذار که مقدسه. نه که اینا پایمال میکنن. برای گناه من مادر من را سرزنش میکنن، برای گناه تو پدرت سرزنش میکنن. اینو درسته. بله. حالا اون که این عملهایشون پیش راهی فرزند محمد رجب نگرفته یا پیش راهی من گرفته نمیتونن. نمیگیرن. این یگان که از راهش گرفته نمیتونن. یگانه راهی که ما فعالیت ما رو فرزند سوس میکنیم یا که من صدای ما رو مردم نمیشنوند همین است که حکومت کار کنه. حکومت به مردم خدمت کنه، شرایط زندگی مردم خوب شود، کمبودی و اصلاح شود. بعد حرف ما رو هیچ که گوش نمیکنه. ببین هر چی که نباشد، هر همین دولت اگر که بیاری مردم در درون قفس که جا کنی با از بیرون قفس آدم پیدا میشه که گپ میزنه. این خیلی دولت داری بردن نمیشود. منو در این دولت داری حاضی من گفتم با همین مرسدس هم مثال آوردم که همین محرکای همون موتور همین دولت هم مخالف همین اپوزیسیا پیش. ببین در پارلمانایی که در دولت‌های پیشرفت دنیا هستند در پارلماناشو در صف اول مخالفینا میشینند. بعضی آدمای آزاداندیش از بیرون که در یگان پارتیا پشت نیستند در یگان کار حکومتی وار از بیرون میگیرن و در همون پارلمان میشینن که تو مقصد خطا گبزن چی میگوی با تو ما وار ببین که یا همشو دانشگاه ها و چی دانشگاه های بزرگ که خط میکنن چی فقط کات شده همون یک کارای با گپ میپرسن. یا ما آدمای دانشمند، آدمای با عقل، آدمای سالم ایبتن پیش که ایستادن خواهین وطن فروش.
اخیتا نمیشوه نصفش خواهی ترور میکنن یا زندانی میکنن اینا اخیرش ببین اینا قسم نمیخورم در حق سه بیگه رمضان ما قسم نمیخورم همین واقعی میبخشه که کم تا که وقت میگیرم اگر چیتون نشم همین موقعی که در مسکو شد همین تروره همین چه حساب شد حسابی که در هر یک برآمداشو مردم ما را با تروریست همین مردم ایرس گفتن چیکار کنیم مو اس بی یا که بگیم مو ارگانویش که همین کار همین صحنه را ساختن گفتن بیا همین را جور میکنیم در گردن تاجیکا میزنیمش کاغرس بین پیش گفتم کاغرس یک دیستانسیا بین رژیم و بین مردم هستن رژیم یعنی 24 ساعت همین مردمش چی کرده ایستاده است یعنی ددانی مهمو رژیمای دنیا لقمه داده است که تاجیک تروریست یا بیچاره آزاداندهش میگه که وزارت معارف شکایت میکنه که معاشی معلمان رو برداره کمتر اوشی تروریست اوچت فلان ایت فلان اوخی تقتی نمیشه برادر و همین باور که در همین صحیفه های همین اینترنتی و میدروی همون جایی که توجیکا هستن کامنت های همون رو میخوری به خدا شرم میکنی به خدا شرم میکنی یا بیچاره نویسته است که معاش معلم را کم تا زیاد کنه سرش دشنام اوکی با دشنام با شکنجه با مادر و پدر از زور آوردن شکنجه کردن و یک دور زندانی و با قتل قدرت این دولت دوری کردن نمیشوه حتما یک انقلاب ها شورش ها ترکش هایی با وجود میبید که حساب کتاب این ملت با این رژیم میکنن حتما ببین ده که مراجب همین انقلاب مخالفین نمیکنه همین انقلاب دولت خودش میکنه وقتی که با جون خلق میرسن داخلی همین دولت میکنه همون گلمراد حلیم فرید با شرط بعد همین در جون همین خلق میرسن و خلق خودش در اون میخزن اینجا مخالف دیگه در کار نمیشوه بله اگر در استودیو نفری باشد وارثتون بچه استودیو هر کسی که برای اظهار نظرتون یک نقطه برای جنبست کردن سلیم جان تو دیگر نفر وارث شدن واقعا این سخن همه خیلی است اگر وقتی چقدری که بالای ما تهدید فشار میبرد مثلا من سال گذشته درتون باشد نوشتم که 2 نفر از همدیگه های من یکی به نام ملا بولتوی دیگری به نام قاری سمیع جان این 2 نفر اهل علم دانشمند یک 2 نفر بی عذر نفری که از حقوقهای کانستیتوشن با خبر نیستن همونا را گرفتن مجبوری 5 سال 6 سال 5.5 سال زندان دادن این سال مثلا من نوشتم در فیسبوک و تا همه حاضر هیچ خبر نیست یک از خویشاوندانم بیگمراد خالو که در روسیه کار میکرد تاجیکستان برادرش گذشته بود در جنازه اشتراک در جنازه هم برادرش اشتراک کردن از روسیه به تاجیکستان سفر میکنند بازداشت میشود $13,000 آمریکایی چیش میکنن دیگه هم تا حالا در دست هم امنیت داخلی که ببینید یعنی کار و فعالیتی های ما را یک ابزار فشار قرار دادگان بالای همدیگه های من بالای مثلا پیوندهای من برها نوشتم و حالا از همین پخش مستقیم که نمیدونم چند هزار تماشا دارن یا که بعدا تماشا میکنن آشکار و روشن اعلام میکنم که هر تهدید فشاری که بالای پیوندان من بالای پدر مادر من میبیارید من در این راه صادق‌تر میشوم مخلص‌تر میشوم قسم به خدا من برای لایک و پرسماتر کار نمیکنم برای همین هدفهای بلند برای آزادی برای عدالت سیاسی عدالت اقتصادی عدالت سودی کار میکنم ما در تاجیکستان و ان شاء الله تا آخرین قطره که اگر بگذار همین مردمی دهه رشنی پایان مردمی ناحیه پنجکین مردمی ولایت سوخته میبرین نزد کامرا و چه راست میکنید زیدی من زیدی سلیم جان زیدی شوکت زیدی دیگه دوستان و برادران در ولایت ختلان و سوخت و بدخشان و در ناحیه تاوی مرکز در همه قشرهای در همه منطقه تاجیکستان ما صادق‌تر میشیم ما مخلص‌تر میشیم ما تا آخرین لحظه که در یک قطره خون در بدن ما هست یک عرقی در گرم در بدن ما هست ما کار میکنیم فعالیت میکنیم تمام جرم و جنایت شما رو آشکار میکنیم از رئیس محله تا رئیس دولت نام و نسبتون آدرستون دارایی‌هاتون فرزنداتون همه چیزتون آشکار میکنیم و روی خطای تشکیل میکنیم برای سازمان‌های بین الملل میتیم که من این
رویخط فرزندان زندانیای سیاسی، این است رویخط گروگانای سیاسی، این است رویخط زنها، مردها، کودکها، همش برای سازمان‌های ملی و سازمان‌های بین الملل پیشکش میکنیم. ان شاء الله این کار شدنی است و ما هیچ وقت ناامید نیستیم تا اون که یک نفر در همین در مثلا اپوزیسیون تاجیکستان در مخالفین هست، یک نفر هست ما کار میکنیم. اگر رفت همه یک نفر ترک ما کرد، از ما و تهدید فشار از ما دست کشید، رو گردان، ما با یک پیمان دیگه، یک نهضت دیگه، یک 24 دیگه، یک کمیته نجاتی دیگه تشکیل میکنیم. ضد این رژیم مبارزه خواهیم کرد، ضد تا برکنار کردن این، تا سرنگون کردن این رژیم، تا این ملت آزاد کردن ما انشاءالله کار میکنیم، حرکت میکنیم، کوشش میکنیم. بهترین. السلام علیکم. و علیکم السلام. صدای من میره برادر جان؟ صداتان هست، کمتر ای خوکتی خیلی گپ زنید میشنویم. برادر عزیز، من جان خوب نیست که با اینجا صحبت کنم. متاسفانه من خواستم برسانم که محدودیت انجامش به محبوبیت است. هر چیزی را که محدود کرد بدون که محبوبیت پیدا میکند. هر وقتی که رای آزادی بیان حکومت همون چنان میبندد، دانسته باشد که همون قدر محبوبیت برای مردم پیدایش میکند. بیا شادروان عمرعلی قواتف که سنه سال 2015 هم قتلش کرده بودن، ماه مارت انجام مارت قتلش کرده بودن، خیال کردن مردم میترسد دیگر در اپوزیسیون وارد نمیشود، اشتباه کرد. اولین درجه که من خودم نظریت شهروندی خود طبق سرقانون جمهوری تاجیکستان از چارچوبه قانون جمهوری تاجیکستان بیرون نبرآمدم، نظریت شخصی خود بیان کردم. از سبب نظریت شخصی خود بیان کردن این حکومت خودکامه رحمانوف مادر مهربان مرا زیر فشار آورد، از دنیا گذشت. اما هیچگاه از راهم برنگشتم. هر چند که فشار می آورد من میرسانم. محدودیت انجامش به محبوبیت است. هر چیز را محدود کرده بدون که محبوبیت پیدا میکند. همین اون برادری که مادرش رو نگرفتن بودن، برادر عزیز، انشاءالله همش خوب می شود، نگران نباشید. اما امیدوارم که این حکومت همه روزهای نزدیک خواهد از بین رفت. نگاه کن که حکومت تا این اندازه گرفت آورد رساند که حکومت ترکیه روایید مردم شهروندان تاجیکستان قطع کرد، با ویزا کرد. اینا الگوی هستند که رحمان نتوانست حاکمیت بر دوش خود حکومت درست سالم ترتیب بده. بله، یک حکومت داری سالم و مدرن کردن نتوانست که به منفعت ملت باشد. فقط ظلم شد، ستم شد، فشار شد. اما امیدوار هست برادر، من صبوری ام برادر عزیز، جان شناختم برادر عزیز. با چهره آشکار نتونستم وارد شم، اما چیزی که میخوام برسانم، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. هر چندی که تو فشار میاری، هر چندی که تو ظلم میکنی، دانسته باش. ما یادم هست که ما در شبکه‌های زیلا و اون دوره قدیم صحبت میکنیم بیشتر، ما یک شعار داشتیم. شعار ما این بود: ما کفن در میان داریم. من بچه‌ها که در زیلا بودن اونا میدونن این شعار را دارن، میدونن اون نفرانی که بدن. مثل محمد اقبال آگاهی است از این چیزا. ما هم دوره قدیمی بودیم که تا به هنوز به اینجا آمده و رسیدیم، اما از راه گرفتن هیچگاه پشیمان نیستم. چون که میدونم که یک روز نه یک روز مردم شرفمند تاجیک به سر قدرت می آید.
بله. عزیزان خدا را ظلم میکردن. ما کی هستیم؟ عدالت برای آسانی نیامده بود. برای عدالت تلاش کرد. برای یک کشور سالم ساختن، یک کشور دموکراسی حقوق بنیاد ساختن باید تلاش کرد. باید. اما امیدوار هستیم نمیشه. سلامت باشید برادر صبوری. ما همه وقت خرسندیم وقتی که شما وارد برنامه ما میشید. امیدوارم خوب هستین. نگران نباشین. روز احساس میکنیم که اون روزها دیره نیست. میبینی که همه ما جمع شدیم رفتیم دستی با هم. انشالله. این کار شدنی است. برادر تاجیک شما هم در همین جا هستید. با نام تاجیک وارشتگی. همین جمع وکم مسئله. همین جا باشید. برادر مجاهد ما هم آمدن. خوش آمدید برادر. صداتان نیست. خیرشی. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله صدا هستند. مرحمت. خب امیدوارم که همگی خوب باشید. سلام به همه بینندگان و به همه مبارزان. خب من اول همین سرکنی گپ ما همین دو کلمه شعر سر میکنم، دو جمله. خب میخوام بگم که معلمی که علم ندارد لایق صنفخانه نیست. عالمی که حق نگوید بلبلی مستانه نیست. پادشاهی به عدالت از کجا حکمش رواست. حاکمی را عدل نباشد خوتیک و خر بیش نیست. گر طبیب مشفق نباشد وای بر حال که افلاطون بود همچون طبیب در کار نیست. ملتی که خیر نبیند از چونین پیشوای خر جای او محبس بود همچون خری در کار نیست. خب برادر ما دیگر راهی نداریم. من در همین طول حیات به خلاصه آمده رسیدم که بجز مبارزه، بجز آنی که ملت رو باید ما آزاد کنیم دیگر راهی دیگر انتخاب کرده نمیتوانیم. برای که نگاه کردیم امام علی رحمان از دستش هیچ نامد. تا توانید جیب خودش پر کرد، ملت به آبرو کرد، ملت در بدر کرد، ملت مخالف کرد. خیلی مخالف که این بودنش خوب است. خب ملت خائن اعلان کرد، ما رو در بدر و خاک بسر کرد. هیچ چیز ما نگاه کن از سال 2019 2015 مخالف نیست، نهضت نیست. کنی دستاورد نیست. ندیده شدیم دستاورد. بجز بدبختی، گمراهی، بیسوادی، بجز ملت ما امروز با بهتان و تهمت تروریست، با بهتان و تهمت اکستریمیست و دیگر کارهای بد ما دیگر هیچ دستاوری نداریم برای در این ملت. در همه طول 33 سال رهبری جناب آقای رحمانوف ما دیگر هیچ چیز دستاوری ندیده شدیم بجز پستی و سرخمی. برای همه ما دیگر راهی نداریم. ما خش تبار خود، فرزندهای خود، زن و مادر و خش تبار خود را در اونجا همچون زلاج نگذاشتیم، اسیر حکومت رحمان گذاشتیم و راه ملت را، راه دفاع ملت را امروز ما گرفته ایم. دیگر راهی وجود ندارد بجز تا به اخیر رسیدن به پیروزی، به آنی که تا که عدالت در تاجیکستان برقرار نشود. برادر عزیز برای همه ما هیچگاه شکسته نمیشویم. برای چی؟ من یقین دارم، ایمان دارم که این راه ما راه حق است. در این راه هم صادق هستم ان شاء الله تعالی تا با پیروزی من مبارزه میبرم. اگر چنده که هر ماه میبرن مثال همسری مرا در عدالت بازپرسی میکنن، ما از اینجا مبلغ روی میکنیم، مبلغ ها رو نمیتونن سری وقت مصادره میکنن میگیرن. مثال ما را همچون خائن اعلان میکنن.
اگر خائن ما باشیم ما همچون خائن ما فخر میکنیم. همسایه ها رفت و آمد را از ما گرفتن، خش و تبار، هیچ کس در ما را نمیکوبد، نمیپرسد که امروز تو چه حال داری. مثال برای همین یگانه راه فقط ملت را آزاد کرده، ما در پهلوی ملت قرار گرفتیم، دیگر راهی نداره. برای چی؟ برای که خداوند ما را گفته است که من مقابل ظلم عمل کرده نشان بده که تا اون ظالم از کار خود از عمل خود پشیمان شود. ما مخالفان دشمنان عموما در عموم ما مخالفان دشمن حکومت نیستیم، دشمن دولت نیستیم. ما برعکس هم خیلی که برادر گفت اگر پیلوس مینوس نباشد همون تکنیکا در کار نمیدراید که قوای برق در کار نمیدراید، در جریان نمیدراید. ما اگر پیلوس هاش باشیم یا که مینوس هاش باشیم بعد میتونه که حکومت رشد کند، به این نمیشود. برای همین ان شاء الله همون خیلی که برادر گفت همون کاغذ چی گفته؟ گفت که برای گروگاران وای رویخط ترتیب دهیم. بله بله، ما همه وقت مثال خواجگی ما اویلای ما مثال فیراد میکنن تیز به اون ناحیه نوروباد میبرنش. وقتی که من سوال میتیم همون راهبر نچندی که مثال ششم مدیر میگم چی خیلی میگه این وظیفه ما های. مرا سوال میتیم تو کی میگرده میبیایی؟ من میگم که من میگردم میبیام وقتی که شما بحث میکنه همین کاراتونه. برای چی؟ وقتی که شما و میگه که ما وظیفه داره، ما وظیفه‌مون هسته که مثال همین کارا را انجام بدیم. بله نه که همون کارایی را که انجام بدی که غیر قانونی نباشن. وقتی که شما غیر قانونی کار نمیکنه انجام میدهید، ما هم یک خداوند داریم که همه قانونی ما را میگه که با مقابل ظلم اعتراض کن. وقتی که شما نمیتونه گشته از همین راهتون، ما چگونه میتوانیم بگردیم همین راهمون؟ ما نمیتوانیم. ما بله نه که اینها آگاه باشن که اگر در خانه ما رو امروز رفته تق کرده زنن، فردا انشالله با در اینها خانه های اینها را با پاهاشون میآیند تق کردگی میزنن. برای همینا اینها خوب آگاه باشن. فقط یگانه ما به همین چخیل بگم با کارگران مقامات قدرتی مشکل ندارم اگر ایروی قانون کار کنن. نه که وقتی که طرفداری ای تاغوت میکنن من با اینا بعد مشکل پیدا میکنم. با الله قسم با اینها یگان مشکلی ندارم. مشکل من فقط برای بوتی کلان است، باید بوتی کلان از بین برده شود. تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ان شاء الله. خیلی حرفای خوب گفتید. در حرفایی که در دل انسان هست صمیمی میگوید من همین خیلی است، نه ساخته است نه دیگر. صمیمیت همین است. برادر شوکت مرحمت، وقتی افطار هم نزدیک شد برادر اگر یگان نفر در استودیو باشد وارد کنیم، نباشد با همین صحبت کوتاه کنیم. ماه رمضان است، در بعضی منطقه باید که افطار شد. مرحمت. بله، ما همینجا به همین اولی گپ به ویزه ترکیه اشاره کردم و همه گپ هم رو نگفتم. همینجا همین میخوام همین پر کنم. بله. حالا همین ویزه یعنی ویزه جوری کرد ترکیه. اصلا از همین جوری شدن ویزه به تاجیکستان یعنی به تاجیکستانیان برای ترکیه منفعت آور نیست. منفعتش در جوری کردن ویزه نیست. اما چرا ترکیه به تاجیکستان ویزه جوری کرد؟ به اندیشه من اینجا تاجیکستان با یعنی کرامت و شرافت ترکیه طرف تاجیکستان بازی کردگی است. مثلا گریم وقتی که خاشقچی را در سفارتخانه عربستان سعودی خاشقچی را پاره کرده کشتن یک روزنامه‌نگار را. بله سعودی را روزنامه‌نگار سعودی را همین یکی از مبتکران آشکار شدن همین جنایت در داخل سفارتخانه مثال گریم عربستان سعودی خودی مقامات ترکیه بود. تمام نوارها را برآورد گفت که
مثلا گفتیم شما خودتون کشتگی هستید. تمام نوارها رو برآورد، گفت که به همین شرافت و کرامت و عزت و احترام یک کشور که مثال بگیم به شما اینجا راه داده است، فعالیت‌های دیپلماتی به راه مانده است، مناسبت‌های بین دولتی به راه مانده است، یعنی مناسبت‌های دیپلماتی، شما با ابروی عزت احترام بین المللی ما بازی کردید. و همون کیه که سلمان ملکی یعنی زبانی چی گویم پروکوروری گنرالنی پروکوروری چی عربستان سعودی مجبور شد اعتراف کند که این جنایت رو کرده است. مثلا در خیلی در نزد مثلا عرصه بین الملل خیلی شرمنده شدن و یکی از مبتکران همین کار کی بود؟ تاجیکستان هم از عیناً همین کار رو به ترکیه کرد، رفت در داخل ترکیه در داخل استانبول عمرلی قواتف رو کشت. همین شب ظفر رو دزدید. بله همین شب روزها در ترکیه انتخابات بود، در معرکه انتخابات ترکیه قرار داشت و سهراب ظفر و نسیم شریفوف رو از استانبول دزدیدند. بله اونها در جای قرار داشتند که مخالفان حکومت ترکیه در حالت غلبه بودند، یعنی حکومت در دستشون بود. پیشتر هم مثلا از نتیجه انتخابات حکومت استانبول در دست مخالفان حکومت فعلی ترکیه بود و با راه کرپسیونی حکومت تاجیکستان این دو سیاستمدار تاجیک رو دزدید و این به شأن و شرف اعتباری مقامات ترکیه مثلا گریم یک ضربه سخت بود. اینها شخصای کوچک نیستند، رهبری یک حرکت سیاسی است. مثلا سهراب ظفر یک شخص کوچک نیست. و حالا ببینید همین مدت چند 10-15 روز اخیر حرکت سیاسی گروه 24 به این چیزها، به این مسائل کروکوسیتی اینها اینقدر چی نیستن، یعنی از این میبراید که قندشون زنن، خیلی به این مسئله سخت با حکومت ترکیه جدوجهد کردگی هستن، کار کردگی هستن، نامرسانی نامزنی کردگی هستن و اینها کار دادگی است. تو اما عاقبت کار این شد که ترکیه یعنی تاجیکستان گوید که تو اسد گذراندی با راه یک طرفه ویزا رو محکم، یعنی نظام روادی جاری کرد با راه یک طرفه. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفته است ما خبر نداریم، ما خبر نداریم، گروه یک طرفه، یعنی بدون یگون مشورت، بدون یگون آگاه کردن، بدون یگون آگاهی دادن، حتی آگاهی نداده محکم کرد. از این میبراید که این مشکلی مثلا گریم کروکوسیتی، مشکلی تروریستا، مشکلی اکستریمیستا این مشکل نیست. اگر اینها میبود حتما جنوب تاجیکستان آگاهی میداشت، میگفت که میبخشیتون ما یک ویزا جاری میکنیم چون که این مسئله ما با ضررش اومده میرسد و ما همچون دولت ترانزیتی برای مثلا تروریستا معرفی کرده ایستادن، برای همین میبخشیتون ما ویزا جاری میکنیم. گفته جنوب تاجیکستان رو آگاه بکردن بدون هیچ آگاهی با طرز یک طرفه ویزا محکم شد. از این میبراید که اینجا به تروریسم میرریسم این خیلی چیزها دخل ندارد. اینجا مناسبت تاجیکستان مناسبت ترکیه با تاجیکستان ویران شده است، یعنی در حالت پایمال کردن شأن و اعتبار یک کشوری مثلا دوست تاجیکستان قرار دارد. انا من چی گفتنی هستم؟ ببینید برای یک کارهای سیاحتان، همین برای یک سیاستمدار گرفته برده چی کار کردید؟ گوجه‌ش هم گرفته کنده گرفته پخته میخوره ششلیک کرده. ببینید از این روزتون ملت که همین میرفت، همین بیزنسمن و تاجرها بیمالال بدون ویزا میرفت یک خرید میکرد میآورد در بازارهای تاجیکستان، سر و لباسی صفتش بلند نسبتا ارزان پیشنهاد میکرد، بازار مردم پر بود، هم از جهت اوزقواره هم از جهت سر و لباس دیگر و هاکذا هم از جهت استحصالی. چقدر شرکت های تاجیکستان با شرکت های ترکی همکاری دارند.
چقدر شرکت‌های تاجیکی اکثریت اسباب‌هایشان رو از ترکیه آورده هستند با ترک و از اشیاء خام رو با ترکیه چی میکنن همه همین رو محروم کردید شما به خاطر یک فقط بقایتون بمیرید از روزتونه چی به دست آوردید یعنی بدنام شده رفته ایستادید یک مخوی سیاسی میشوید تمام دیگه هیچی سلامت باشید برادر عزیز همین تا قدر چیز گفتنیم خیلی حرفای درست گفته واقعا حکومت تاجیکستان در این آخر خودش ضامن رزق مردمش در این قضیه ویزا جاری کردن ترکیه اینجا گناهکار خود حکومت تاجیکستان است که آمد بالای عزت و احترام یک کشور پا گذاشت یعنی مخالفان تاجیک را که ترکیه پناه داده بود او را دزدید و ترکیه دیگر این عمل را به جواب نماند ما این خیلی قبول میکنیم باز در آینده البته که انیخ هم خواهد شد دوستان عزیز برادران مهربان پدران و مادران گرامی موضوع امروزی ما عیناً همین بود یعنی فشار بالای مخالفین که ما هرچی خواستیم هرچی توانستیم گفتیم اگرچه حرفای میگفتیم ما خیلی بسیار است ماه رمضان است همه خسته شدن همه خسته‌اند خداوند روزه و رمضان عبادت‌های همین ما شما را به درگاهش قبول کرده باشد یک چیز گفتنیم دوستان ماه رمضان است در همین ماه از خانواده زندانیان سیاسی فراموش نکنید ما زندانیایی داریم که بیگناه در زندان شدند و آنها در بیرون خانواده دارند زن دارند کودک دارند مستفیداش نبیره دارند که در همین ماه رمضان اگر ما با آنها یک کمک کرده توانیم شما هر یک تیما باور دارم که خداوند اجرش رو 10 چند و 100 چند میده نگاه کنید در همون دیار خودتان در دهه خودتان در ناحیه خودتان در گذر محله خودتان که اگر یک نفر زندانی بیگناه باشد در زندان باشد خانواده او رو زیارت کنید یک خبرگیری کنید که با من زیارت با معنای خبرگیری میگم یعنی خبر گیرید از حالشان خبر گیرید یک کمک کنید مادی است مالی است و یک سخن خوب است کمکشان کنید البته که اجرش از خداوند است و با مقامات تاجیکستان گفتنیم کارمندان مقامات وقتی که شما بالای خانواده مهم فشار میارید پیش از این در ذهنتان خانواده خودتان بیاید این حکومت یعنی حکومت امام الرحمن بسته ماندگی نیست یعنی ابدی نیست این مثل دیگر حکومت هایی که در گذشته بودن آمد و می رود و بجایش حکومت می آید که مثال کار اینا رو سیاه میکنه سیاهیش می برارد خیلی که در همسایه کشور ازبکستان می بینیم حکومت پیشین کارهای را کرد اما حکومت نو آمد جایها ایواز کرد ارزش ها تغییر کرد با آنهایی که دست به جنایت زده بودن و جوابگری کشیده شدن این عیناً همین کار در تاجیکستان هم میشه پیش از آن که بالای یک نفر بیگناه فشار میارید در از عاقبتش فکر کنید شما را هیچ کس نمیرود نمیزند شما را قانون جزا میده شما در پیش قانون جواب میدید و در آخر یک حرف گفته هستم دوستان حرف من با مبارزان است و جوانمردان تاجیک که به مبارزه برآمدند یعنی همه کار را ماندن یک طرف زندگی را یک طرف ماندن به صف مبارزه ماندن هیچ وقت ناامید نشوید هیچ وقت ناامید نشوید در کدام سمتی که هست فعالیت خود را 10 چند کنید پرزور کنید ان شاء الله مقصد نزدیک است پیروزی نزدیک است ما برای یک عدالت مبارزه بردیم ارزش ما ارزش والا است یعنی ملت وطن عدالت همین رو میخواهیم ما دیگر باقی خداوند نگهبان همه شما باد تا برنامه‌های آینده در پناه خدا و در آخر یک بار دیگر میگم از آبونه شدم و نظرهای خودتان را نوشتم کوتاهی نکنید این برای ما ضرور است تا ما میخواهیم فهمیم که مردم چی نظر دارد و
روزه و رمضان، نمازهای شما، عبادتهای همه ما و شما رو خداوند به درگاهش قبول کند تا هفته آینده، تا برنامه آینده در پناه خداوند. سلام علیکم و رحمت الله.